بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام مجدد به همه دوستان. بحث امروز ما راجع به فلسطینه و همونطور که شما رجعید به این مرتبطه و منتها از این زاویه که فلسطین به ما چه بیشتر. برای شروع یه معرفی خیلی کوتاه داشته باشیم هر کسی دو سه دقیقه و بریم سراغ چیزی. میخواید از شما شروع کنیم؟ خب سلام به همگی. من هانیه قاسمیان هستم. علوم اجتماعی تهران کارشناسی جامعه شناسی گرفتم. دانشگاه آمریکایی بیروت روزنامه‌نگاری خوندم. مدتی توی دوحه کار پژوهشی کردم و الان خبرنگار روزنامه فرهیختگان هستم و در خدمتتون. خوشحالم که اینجا. خیلی بفرمایید. از این ور بچرخیم. سلام، بسم الله. امیرحسین کاراش هم مستندساز. یکم بلندتر اگر ممکنه. آره خیلی بلندتر. سلام، امیرحسین کاراش هستم، مستندساز. توی دانشگاه آزاد زبان ادبیات انگلیسی میخونم و 3-4 سالی که حالا توی حوزه مستند توی موضوع فلسطین دارم کار میکنم. مستندام هم به با اصل هست یکیش و یکم که حالا اخیراً رو نمایی شده زیر شعله‌ی آتش در رابطه با جنگ داخلی لبنان و اشغال بیروت توسط اسرائیل و خیلی خوشحالم که اینجا هستم برای گفتگو در رابطه با فلسطین. انشالله. بفرمایید. به نام خدا. منم سلام عرض میکنم خدمت همه. من کوثر گودرزی هستم، دانشجوی فلسفه و ادبیات فارسی دانشگاه تهران. عضو هیئت تحریریه کانون ایران شناسی دانشگاه تهران و خوشحالم که اینجا. خیلی عالی. شایان. سلام خدمت همگی. شایان شیرانی هستم، دانشجوی کارشناسی بلند اگر ممکنه. خیلی پایینه. خیلی پایینه. دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی شاهد. یک خورده توضیح برنامه تلویزیونی تو بخش تولید محتوا یه برنامه الگوها. عالی. خب اگر بخوایم سیر بخش رو شروع کنیم یک بپردازیم به این که اول از همه بذار منم معرفی کنم خودم. یادم من پارسا فتحی ام، علوم سیاسی علامه 1401 ورودی 1401 هم. یه مدت برای اسلامی نوشتم، الان یه مقدار با ایبنا کار میکنیم و جای مختلف اینجوری. دیگر فلسفه یه مقداری گوشه کناری میخونیم و از این کارهای این چنینی. بگذاریم وارد بحث شیم. سر فلسطین اول از همه میخوایم بدونیم که کلاً نگاه شما چیه به داستان فلسطین و صرف نظر از این که به ما چه ربطی داره یا نداره، صرفاً به عنوان یک ناظر بیرونی بخوایم به قضیه نگاه کنیم چیه و بپردازیم به این که این دیتاها رو، این اطلاعات رو، این مسائل رو و این نگاه رو در واقع از کجا به دست آوردید و از چه سیری. دیگه من نوبتیش نمی کنم دیگه، هر طور که صلاحه. بسم الله. مثل این که باید نوبتیش خب شما باز نه. شما بفرمایید. کاملا رندوم دیگه. نمیفرمایم بقیه؟ بخواید بفرمایید. شما بفرمایید. اصلا چیز مسئله دارید. دقیقا چی رو بگم؟ این که اساساً مسئله فلسطین چیه به نظر شما و مهمه نیست برای خودتون ها، یعنی اصلا دیدگاه نسبت به این که به من چه و اینا نداری؟ اول اینکه اتفاقی که داره اونجا میفته برای هر انسانی که داره نگاه میکنه به این قضیه واقعا موضوع دلخراشیه. و حتی الانم که من به عنوان کسی هم که مخالف حمایت ایران از فلسطینه، باز هم میدونم که اتفاقی که داره میفته اتفاق دلخراشیه، اتفاقیه که فقط یه نکته دوستان، با من لازم نیست فقط صحبت کنیم، میتونیم با هم دیگه صحبت کنیم.
و انقدر واضح و مبرهنه که ظالم و مظلوم کیه، حق و باطل کیه. و اینکه دیدگاه من بیشتر اینطوریه که خب ما از فلسطین به عنوان یه از موضع اخلاقی بخوایم بهش نگاه کنیم، بله کاملا اخلاقیه که ما از مظلوم دفاع کنیم، کاملا اخلاقیه که تفکیک قائل شیم بین ظالم و مظلوم، بین حق و باطل، و طبیعتا هر انسانی طرف حق رو میگیره، طرف مظلوم رو میگیره. ولی نظرم عقیده من اینه که خب دفاع از فلسطین اگه باعث شه که ما به خطر بیفتیم چی؟ دفاع از فلسطین باعث شه منافع ملی ما به خطر بیفتیم چی؟ بریم سراغ شما دیگه، بفرمایید که بچرخونیم بحثو و حرف بزنید دوستان دیگه، منتظر من نباشید. آره اصلا بعد شما بدون اینکه من بگم صحبت کن. من مواجهه من، یعنی نسبت من با مسئله فلسطین یه از دیسکورس پس استعمار میاد. من مبارزه مشروع مردم فلسطین در برابر استعمار وطنگزین رژیم صهیونیستی رو ادامه مبارزه ملت‌های تحت استعمار از قرن 19 میدونم. نسبتم با این که خودم رو مسلمان میدونم و حتی مسلمان معتقد میدونم، اما نسبتم با این قضیه نسبت پس استعماریه و به دیسکورس چپ نزدیکتره. خب داستان من و فلسطین یه داستان نسبتاً طولانی و پرفراز و نشیبه. من سالهای دبیرستانم عملاً نسبتی با قضیه فلسطین نداشتم. جدی شدن مسئله فلسطین از آغاز این شروع شد که من یه مقدار عربی یاد گرفتم و یه مقدار شروع کردم راجع به استعمار خوندن. بعد از اون نقطه جدی که باز منو پیوند داد به این مسئله، سفرم به لبنان و بازدیدم از اردوگاه‌های پناهنده‌های فلسطینی در کشور لبنان بود. من اولین باری که پامو توی یه اردوگاه فلسطینی در کشور لبنان گذاشتم سال 1400 بود. بله، نیمه دوم سال 1400 اولین باری بود که من رفتم مثلا اردوگاه برج البراجنه، شتیلا و بعد اردوگاه جنوب لبنان رو دیدم. مسئله و روایت‌های شخصی فلسطینی هایی که اونجا ساکن بودن، پناهنده‌های فلسطینی، این مسئله رو اونقدر برای من جدی کرد که تصمیم گرفتم که کل مسیر حرفه‌ایم و مسیر حتی زندگیم رو کج کنم به سمت فلسطین. فلسطین برای من الان خاصیت آشکار کنندگی داره. به چه معنا؟ به این معنا که چون مرکز ثقل مبارزات استعماری و مبارزه با امپریالیسم، فاشیسم و تمام شر موجود در جهانه، من با برقرار کردن نسبت با سرزمین فلسطین میتونم خیلی نسبت به بقیه جهان هم تحلیل داشته باشم. برای من الان فلسطین مرکز ثقل جهان. میخوام به اینم اشاره بکنم که بعد از اون مواجهه من تصمیم گرفتم که تو اون اردوگاه ها کار بکنم، کار پژوهشی کردم و بعدم این سالهای اخیر تمرکزم رو گذاشتم روی گروه های اسلامگرای مسلح در منطقه از جمله حماس و به ویژه حماس. و خیلی جالب. مبارزات چپی که گفتن رو کمی اگه به ما تعریف بکنن که منظورشون از این مبارزات چپ ها چیه؟ اون مبارزات مثلا ضد استعمار و اون دیسکورسی که
نه ببین من راجع به مبارزه چپ نگفتم. نه. گفتم نسبتم با نسبتم با مسئله فلسطین نسبت امت اسلامی نیست که ما که اینا مسلمونن ما باید بریم چون احساس میکنم که سوراخ زیاد داره این مسئله. از نظر من که نه، حالا صحبت میکنیم. آقا بفرمایید. حتی روایت شخصی خودتون، داستان شخصی خودتون هر جوری که بوده بد نیست برای ما. منم مثل بقیه دوستان ما یه کودکی داشتیم که آمیخته شده بود با اخبار فلسطین توی حالا مثلا اتفاقات مختلف. من که 2000 به این طرف و من و همسر من که 2000 به این طرف به دنیا آمدیم، انتفاضه دوم فلسطین بود، اون قیام مردم فلسطین بود، اتفاقات و مسائل مختلفی بود که میافتاد و خب این بازنمایی داشت توی حالا رسانه ها و شبکه‌های تلویزیونی اون زمان ما. و مثلا من یادم بچه که بودم همش این تصویر اون محمد الدره توی ذهنم هست از بچگی، یه نوجوان 12 ساله‌ای که کنار پدرش پناه گرفته ولی خب سرباز اسرائیل اونو با تیر میزنه، هر چقدر هم باهاش میگه ما مسلح نیستیم و ما نزنیم دوست. و نه فقط من، همه فکر کنم هم نسلی‌های من کودکیشون با فلسطین آمیخته شده، یعنی این شکل نیست که نشده باشه. و حالا بزرگتر که شدیم اومدیم جای خودمون رو نسبت به این مسئله فقط انتخاب کردیم، یعنی که کجای مسئله فلسطین وایسیم، چه نظری نسبت بهش داشته باشیم. نظر شخصی بنده اینه که حالا شما گفتید ما نباید از فلسطین دفاع بکنیم به خاطر مسائل داخلی، من میگم به خاطر مسائل داخلیمون ما باید از فلسطین هم حتی حمایت بکنیم. یه نکته اینو می‌خوایم بذاریم بخش بعدا، یعنی خواستم که این بحث در بخش بعدا توی تیزر داشته باشید. خب و من این شکلی نبودم که از همون اول بگم فقط فلسطین. نه، خودم سوالات بسیار زیادی داشتم. چرا اینا این جنگ رو با صلح پیش نمیبرن؟ چرا همش ما داریم از مثلا گزاره‌هایی مثل همین اردوگاه‌های آوارگان فلسطینی اصلا یعنی چه؟ خود فلسطینی‌ها چه تاریخی چه سرگذشتی رو داشتن؟ یهود اصلا چه جوری وارد فلسطین شده؟ این از این قبیل داستان‌ها که شروع کردم به مطالعه کردن و کتاب‌های مختلفی هم راجبشون خوندم، نه فقط کتاب‌هایی که داخل ایران مثلا دکتر علی اکبر ولایتی یا افراد دیگه نوشتن که زاویه نگاه داخل ماست. کتاب مثلا طریق اصول خود محمود عباس که الان رئیس دولت موقت فلسطین یا همون تشکیلات خودگردان فلسطین هست رو خوندم که به زبان عربی بود و با یه دوست لبنانی ما آشنا شدیم، اون رو ترجمه کردیم به فارسی، اونو مطالعه کردم. از اون طرف کتاب هایی که خود اسرائیلی ها یا یهودی ها یا صهیونیست ها بگم، هر کدوم از این سه تا گزاره، اونها نوشتند و اونها رو باز مطالعه کردم. مستندهاشون رو دیدم چون حالا من فعالیتم توی عرصه مستند و حالا رسانه است و مقایسه کردم روایت این طرف رو روایت اون طرف رو با هم و خودم به یک جنبندی و یک جایی رسیدم که یک جایی بیشتر اون درون شخصی خودمه، یعنی برگرفته از یک سری مطالعات و یک سری پژوهش‌ها، یک سری خوندن هاست که به این نقطه رسیدم که میگم ما باید دفاع بکنیم از فلسطین و حالا شاید هم فقط هم فلسطین نه، چون مسئله ما توی منطقه فقط فلسطین باز نیست. خب آیه شایان بفرمایید. من فکر کنم قبل از 16 مهر 1402 خیلی مواجهه جدی با مسئله فلسطین نداشتم، به غیر از روز قدس که مثلا میرفتیم خیلی شاید مثلا حتی تفاوت کرانه باختری و نوار غزه هم نمیدونستم. بعد از اتفاقایی که تو سال 1402 افتاد و هم 7 اکتبر 2023 یک خورده قلقله کم داد که ببینم این همچین اتفاقی داره میفته که به نظرم خیلی هم پوشیده شده بود، یعنی هرچی به رو به جلوتر میرفت قبل از این اتفاق، یعنی خیلی به نظرم اتفاقا
مسئله فلسطین مطرح نبود، یعنی آن خیلی کم شده. من از اون موقع یه خورده خوندم، مستند دیدم، مطالعه کردم، اطلاعات رو دست بردم در حدی که مثلا خودم مثلا چی به چیه در همین حد صرفا برای آشنایی، یعنی صرفا برای آشنایی. یعنی تنها تصویری هم که من قبل از سال 1400 داشتم اون سنگ پرتاب کردن با دست خالیه. این مواجهه جدی دغدغه‌منده که بگیم من کل زندگیم تو این 20 سال مثلا فلسطین بوده، اینا نداشتم خیلی. خب خوبه. منم حقیقتا تا جایی که یادمه از کودکی خیلی برخلاف شما زیاد اصلا فلسطین داستانی برام نبود. حتی نمیشنیدین توی اخبار و اینا مثلا؟ چرا گاهی اوقات مثلا میزدی شبکه خبر میدیدی که ما هم در همون حد نصف ساختمان‌های غزه مثلا خراب شد و این وضعیت اینجوری. بعد اومدیم جلو اینا، یه روز نمیدونم چی شد چی نشد، با خودم گفتم که فلسطین چیه اینا میگن، هی مثلا چیکار کنیم، بریم یه دو تا مثلا ویدیو ببینیم، دو تا مستند ببینیم، هم پیگیری کردیم اینا. بعد دیگه کم کم از اون فضای خودشون زمیناشون رو فروختن اینا اومدیم بیرون و خلاصه شدیم یه چیزی تحت عنوان مثلا حالا خیلی فراتر از اون حالت و تقریبا 3-4 سال به شکل مداوم پیگیر فلسطین بودن و یه مقدار اصلا شما عربی یاد گرفتی فلسطین برات مهم شد، من فلسطین برام مهم شد که عربی همینجوری اومد توش یه همچین فضای اینجوری شد. یه مقدار عربی، یعنی به عربی کنکور هم فلسطین کمک در این خیلی عجیب بود برای خودم، ولی آره دیگه همینجوری پیجای این منو رو میدیدیم و فلان. یه مقدار به این نقطه برخوردم که روایتی که جمهوری اسلامی از فلسطین میکنه چقدر روایت متفاوتیه با زیست فلسطینی و روایت انسان فلسطینی از خودش. بریم مثلا سراغ اصل مطلب، فلسطین به ما چه؟ یعنی مثلا بچه سیاسیش و یک بچه نسبت شخصی ما با مسئله فلسطین. اگر صورتبندی طرحی چیزی هست ما میشنویم. نگاه کنید، من فکر میکنم یعنی اینکه فلسطین به ما چه ربطی داره، اگر بخوام یه پیوندی بدم به تاریخ مبارزه ملت‌های این منطقه که تحت استعمار بودن، این رو میگم که این منطقه کلش در دوره‌ای از تاریخ تحت استعمار بوده. خب بلکم نیمی از آسیا، نصف بیشترش تحت استعمار بوده. حالا انقلاب‌های استقلال طلبانه، ملت‌ها در قرن 20 انقلاب‌های استقلال طلبانه انجام دادن و در واقع اومدن استعمار رو از بین بردن، حداقل در ساختار سیاسی، وگرنه خب استعمار چند وجهیه. و تونستن حالا مثلا دولت ملت تو پرانتز مستقل تشکیل بدن. فلسطین سرزمینیه که توی مطالعات پسا استعماری ما در واقع اسرائیل رو نوعی استعمار وطنگزین دسته‌بندیش میکنیم. به چه معنا؟ به این معنا که مثلا هند که توسط بریتانیا استعمار میشد، استعمارگر نمی اومد اونجا ساکن بشه، استعمار میکرد که فقط بتونه منابعش رو غارت بکنه. اما استعمار فلسطین نوع استعمار وطنگزینه. یعنی چی؟ یعنی این که من هم میام استعمار میکنم این ملت و هویتش رو سرکوب میکنم، منابعش رو سرکوب میکنم، فرهنگش و تاریخش و اینها رو همه رو سرکوب میکنم. علاوه بر اون من اونجا رو اشغال میکنم و میام در واقع شهرک میسازم. درسته؟ خب حالا فلسطین الان به ما چه ربطی داره؟ فلسطین پادگان بزرگ ایالات متحده به معنی یعنی اون رأس امپریالیسم در منطقه ماست. خب و ثابت کرده، یعنی اسرائیل استیتیه که ناامنی منطقه به نفعشه. یعنی مثلا ایران به نفعشه که دور تا دورش امن باشه که بتونه امنیت خودش رو حفظ بکنه.
رژیم صهیونیستی دقیقا برعکسه. امنیت، یعنی ملت‌های منطقه که امن باشن، چون خودش با سنجاق قفلی وصل شده به این منطقه، مال این منطقه نیست، به نفعشه که کشورهای منطقه، ملت‌های منطقه ناامن باشن. به این معنا خب به خاطر اینکه رژیم صهیونیستی زائده امپریالیسمه و هست که منافع امپریالیسم اینجا در این منطقه تامین بکنه، تا وقتی که هست کل منطقه روی آرامش رو نخواهد دید. مثالش رو هم تا دلتون بخواد میتونیم بزنیم. از 7 اکتبر ما میتونیم بگیم، از قبلش هم میتونیم بگیم، از جنگ عرب و اسرائیل میتونیم بگیم و مطالب دیگه. و اینکه تاریخ مبارزات چپ، من راجع به تاریخ مبارزات چپ صحبت نکنم، فقط اینکه چرا نسبتاً به چپ ها فکر میکنم که نزدیکتره اینه که نگاه کنید، ما اگر که یعنی بحثی حقیقتا ندارم که مثلا چرا مثلا یه عده نسبت اسلامی برقرار میکنن، بخش زیادی از مردم مسلمان فلسطین و بخش زیادی از مردم امت اسلامی نسبتشون با مسئله فلسطین نسبت اسلامیه. اما چرا من این نسبت رو ندارم؟ به این دلیل که ما وقتی که المان‌های اسلامی رو مثلا میگیم که مسجد الاقصی و قبة الصخره و نمیدونم اینها اشغالن، مسلمان ها دارن سرکوب میشن، اون وقت باید به تناقض های برمیخوریم. برای مثال اویغورها هم دارن در چین سرکوب میشن، خب چرا لشکر نمیکشیم و مثلا حمایت نمیکنیم از اویغورهای مسلمان در مثلا ترکستان چین؟ بحثم اینه که اولا که یه بخشش نسبت شخصیه، یعنی آدم ها میتونن از زاویه های متعددی با مسئله فلسطین نسبت برقرار کنن و عمیقا به این معتقدم که فلسطین ارث پدر کسی نیست که ما بخوایم حقنه کنیم که به هم دیگه که نسبتتون با فلسطین از چه مجرایی باید باشه. سرکوب هر دو طرف باعث میشه که یک بخشی از نیروهای حامی فلسطین از انکار بشن. چی میگم؟ من چیز بگم، این حمایت از فلسطین که نفی به فلسطین میرسونه. یعنی ما اینجا هرچی راهپیمایی داشته باشیم، هر روز راهپیمایی کنیم تهران، شهرهای دیگه، چی به فلسطین میرسه؟ ما حساب بکنیم این 8 میلیارد نمیدونم چند میلیارد نفریم 8 میلیارد آدمی که تو این دنیا زندگی، تو این کره خاکی زندگی میکنن، از نظر من گفتم یه چیزایی که دارم درونیه و از درون خودم بهشست، همه به هم ارتباط داریم، این شکلی نیستش و حتی اویغورها هم به ما ارتباط دارن به نظر من. این شکلی نیستش که ما نسبت به تمام مسائل دنیا باید بدون بی تفاوت بشیم و هیچ کاری نکنیم. نه، اونها هم یه کاری میکنن شاید به ما یه ارتباطی داشته باشه، ما یه کاری میکنیم شاید به اونها ارتباطی داشته باشه. خیلی به اون تئوری اثر پروانه‌ای من یک جورایی به شدت معتقدم. حالا نه خودم اصلا اون تئوری، ولی اون اتفاقاتی که پشت سر هم میفته و یک دومینو رو به وجود میاره من معتقدم. و ما توی یک منطقه زندگی میکنیم از نظر من که این منطقه همه به هم وصلن. یعنی این شکلی نیستش که یه اتفاقی برای افغانستان بیفته تو ایران هم یه اتفاقی قطعا بعدش میفته، و حتی هند. این یه دومینویی همیشه هست. این شکلی نیستش که حالا نه فقط ایران ها، شما توی مثلا اگه خاطرتون باشه خیلی قبل‌تر چند سال پیش بحث خروج بریتانیا، خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، یه اتفاقی بود که میتونست دومینووار به بقیه کشورها هم سرایت بکنه و بقیه مردم بقیه کشورها، آلمان و فرانسه، حالا اون زمان یادمه خیلی نسبت به این اتفاق واکنش نشون میدن. نه فقط منطقه خاورمیانه و غرب آسیا، حتی توی بحرینش که جزیره کوچیکی مال ما بوده از قبل و حالا تبدیل به کشوری شده بنا به دلایلی قبل از انقلاب،
یه اتفاقی تو اون بیفته و ما هم مرتبطه. کما اینکه مثلا امارات کوچیک داره یک سری تصمیم ها میگیره که باز اون هم به ما مرتبطه، سعی داره مثلا جزایر ما رو برای خودش بود. پس این اول همه چیز به هم ربط داره از نظر من. چرا حالا فلسطین رو ما بیشتر دست گذاشتیم؟ چون اشتراکات بیشتری داریم. حالا نه فقط باز صحبت قبلا، نه فقط فلسطین وصل به لبنان وصل به سوریه است. چون مثلا لبنان و سوریه یک کشور، یک منطقه، لبنان خودش زیر نظر تحت حکومت سوریه بود یه مدت و بعدش جدا میشه. و باز به نظرم اردن خودش وصل به فلسطین و اردن متصلن به مصر و حالا همینطوری اینا کشورها میان ما وصلیم به عراق و ایران وصلن به سوریه، همه این حتی خود عربستان. و یه حالا نمیدونم چجوری تعریف کنم، یه بازیه که یعنی حالت بازی داره که ما باید یک نقشی توی مثلا تئاتری در نظر بگیرین. عربستان یه نقشی داره، اردن یه نقشی داره، فلسطین یه نقشی داره. ما هم باید یک نقش آفرینی به عنوان یک کشور توی این منطقه داشته باشیم و اگر نداشته باشیم همون بحثی که گفتن خیلی از منافع ملیمون به خطر میفته. ما مثلا نسبت به عراق بی تفاوت باشیم، خب مرزمونه، بخش زیادی از تجارتمون و تعاملات مالیمون با عراقه و برای دور زدن تحریم مثلا ما یکی از کارهایی که می‌کنیم مثلا یک شرکت خصوصیمون با عراق ارتباط داره. پس ما اگه نسبت به عراق بی تفاوت باشیم خب خودمون آسیب می‌بینیم قدم یا حالا مثلا کشورهای دیگه. و ما باید به نظرم نسبت به فلسطین یک جایی رو برای خودمون در نظر بگیریم و نقش آفرینی بکنیم و از نظر من ما باید نقش اصلی این قصه که یه ضد قهرمانی به اسم اسرائیل داره و یک حالا سوژه سابجکتی به اسم فلسطین داره، ما باید نقش اصلیه باشیم که اون فلسطین رو نجات میده. چرا ما؟ موضوع دردناکی هست برای شخص من اینکه این اتفاق داره اونجا رقم میخوره، ولی موافق این نیستم که ایران باید از فلسطین حمایت کنه و مسئله اصلی کشور ما بشه و اینکه ما فکرمون رو، دغدغمون رو و انرژیمون رو صرف یک کشور دیگه‌ای بکنیم. این برای من قابل پذیرش نیست. الان ما تو یه وضعیت صلحیم تو ایران دیگه. اگه باعث شه که ایران از صلح خارج شه، این چی؟ اگه باعث شه که ایران رو تو روابط ایران با سایر کشورها تأثیر بذاره، ما چه وظیفه‌ای داریم که فلسطین رو نجات بدیم؟ نجات فلسطین این بازیه رو چون من معتقدم که هر خودشون میدونن و مملکت خودشون میدونن چی میگن. من خیلی به این فکر میکنم که اگه یه مشکلی برای ایران پیش میومد به ما کمک میشد. آره. من این خیلی برام مهمه که خب ما داریم به فلسطین مثلا کمک میکنیم. اگه همین جنگ برعکس بود، اسرائیل با ما تو جنگ بود و حالا با فلسطین اصلا کاری نداشت، فلسطین از ما حمایت میکرد. ما توی جنگ دفاع مقدس میخوام وسط حرفتون ببینید یعنی فلسطین کشور نیست خب که از ما آیا حمایت میکرد یا نه، یعنی یک وضعیت استعماری کاملا اشغال شده است که نخ باریکی. آره و مثلا نه ارتش داره، نمیدونم نه نیروی نظامی موقت اصلا دولتش دولت موقته و اونورم حماسه که توی محاصره است. بعد شما یعنی اینکه ما اول باید در تمام تحلیلامون بفهمیم که فلسطین چی هست که امکاناتش رو بتونیم بسنجیم. فلسطین آیا میتونه اصلا فلسطین شبکه مخابراتش تشکیلات خودگردان دست اسرائیله
نه فقط مخابرات آب و گاز و برق و همه چی. یه چیزی اضافه کنم، مثلا فکر کنم فرض سوال اینجوریه که اصلا اسرائیلی در فلسطین نیست. فرض کنید فلسطین کشوریه در اون شرایط اگر اسرائیل اومد ما رو اومد اسرائیل ما رو اشغال کرد ما باید چیکار کنیم؟ مثلا منظور اینه که آیا فلسطینیان به ما کمک میکنن در اون شرایط یا نه؟ چون میدونی برای چی میگم اینا؟ به خاطر اینکه بالاخره ایران و ایرانی ها عرب که با خودشون هم مشکل دارن. باز میگم که چون یه کینه تاریخی بین ایران و عرب ها همیشه بوده. میگم مثلا کینه هم استعماریه. میگم اگه یه مشکلی برای من ایرانی پیش می اومد یه عرب می اومده به ما کمک کنه. توی دوران دفاع مقدسمون لبنانی ها و سوری ها می اومدن ایران می جنگیدن در برابر عراق. اونها هم عرب بودن. سید حسن نصرالله توی ایران توی 8 سال دفاع مقدس حضور داشته، عماد مقنی حضور داشته. یعنی این شکلی نبوده که افغانستانی شهید افغانی ما داریم. درست. یعنی این شکلی نبوده که مسئله ایران جدا. ما خودمون توی جنگ حمله شوروی به افغانستان خودمون حضور داشتیم و اونها هم باز اومده بودن به ما کمک کرده بودن. یعنی همین سوریه اتفاقی میفته فقط ایران نیست. خود حزب الله اولین نفری بود که گفت من میخوام وارد این ماجرا بشم و بعد از این تصمیم سید حسن نصرالله بود که ایران یکمی چجوری نظرش جدی‌تر شد، نظر دولت وقت جدی‌تر شد و وارد ماجرا شد. یعنی این شکلی نیستش که ما همیشه اولین نفر بودیم. نه، حتی قبل از انقلاب هم ما در نظر بگیریم که اصلا جمهوری اسلامی نبوده که مسئله یکش فلسطین باشه. یه محمد رضا شاهی بوده که اون هم داشته حمایت می‌کرد از فلسطین و اصلا محمد رضا شاه هم حمایت نمی‌کرده. جمال عبدالناصری بوده که با وجود تمام سختی‌هایی که ملت مصر داشتن اون زمان داشته حمایت می‌کرد از فلسطین. محمد رضا شاه اسنادی است که از امام موسی صدر مثلا حمایت مالی می‌کرد. حالا پشت پردهش که چه کاری می‌کرد کاری نداریم. میگم فقط دومینوی منافع کلاً در غرب آسیا خیلی پیچیده تر از یک اصولا دولت‌ها حالا یه آرمانی رو دارن، یه هدفی رو دارن و برای رسیدن به اون هدف تمام تلاششون رو میکنن که پیش بره. جمال عبدالناصر اون اتحادیه اعراب اون چجوری چی بود اسمش؟ اتحادیه جماهیر عربی رو تو ذهنش داشت و رویاش رو داشت و تلاش کرد براش. با سوریه مثلا یه مدتی این کار رو انجام دادن، یه اتحادیه تشکیل دادن، ولی باز حالا به خاطر حالا خود اسرائیل به کنار بقیه اون کینه عربی هم که عربستان و سایر کشورها داشتن نسبت بهش زمین خورد و خودش گفت دیگه که من فقط باید اسرائیل رو شکست بدم که بتونم این اتحادیه رو تشکیل بدم که بتونم عرب پیروز رو داشته باشم. و خب ما هم اگه میخوایم یک ایران قوی داشته باشیم که بتونیم از خودمون، از منافع ملی داخلی کشورمون، از تمام مردممون دفاع بکنه، باید توی اتفاقات این منطقه غرب آسیا که خیلی زیادم هست، دومینووار هم پشت سر هم هر روز ما داریم اتفاقات رو میبینیم و شاهدش هستیم و توی زندگی ما مثلا داره، تصمیم گیرنده باشیم، اثرگذار باشیم و بازی بکنیم. ما مهرمون رو تکون ندیم، مهره بعدی رو تکون بدیم اون جلوتر میاد و ما آسیب بیشتری به نظر. خب من خیلی دوست دارم نظر شما رو مجزا بشنویم. یعنی یه فرصت چیزی که من دارم میبینم اصلا شاید مطابق با واقعم نباشه، ولی چیزی که من حس میکنم اینطوریه که انگار که حالا جمهوری اسلامی منظورم مردم مجزایی نیست که از فلسطین دفاع میکنن و حالا عقاید شخصی دارن یا عقاید دینی دارن و هیچ نفعی هم بهشون نمیرسه، مردم عادی ان که از یه آرمان‌های دفاع میکنن. ولی مخصوصا منظورم جمهوری اسلامیه که انگار تمام مشکلات کشور خودمون حل شده، انگار خودمون هیچ مشکلی نداریم، مردم ما کاملا در رفاهن، نه مشکل سیاسی داریم، نه مشکل اقتصادی داریم، نه مشکل اجتماعی داریم، حالا بریم فلسطین رو نجات بدیم. این در صورتیه که ایران خودش کلی مشکل داره. یعنی همین مثلا کمک‌های مردمی هم که به فلسطین میشه، به لبنان میشه و هر سری هم پیامکش مثلا بر خودم میاد اینطوری هم که بابا من همین پولو میتونم به هموطن خودم بدم، من میتونم این پولو بدم به کردستان که داره کولبری توش رخ میده، من میتونم این پولو ببرم به سیستان و بلوچستان بدم که دارن تو کپر زندگی میکنن یا مثلا مدرسه ندارن، من این پولا رو میتونم به هموطن خودم بدم. این برای من اینطوریه که انگار ما هیچ مشکلی نداریم، تموم شده، بریم یه کشور دیگه رو نجات بدیم. و اینطوری هم که احساس میکنم این حمایت حکومت ایران، منظورم باز هم
از فلسطین مثل این میمونه که یه پدری فرزندش گرسنه است و میدونه که فرزندش گرسنه است ولی میره به همسایه کمک میکنه. اگه من مثلا خودم مثلا یه شهروند سوئیسی بودم شاید این موضع رو نداشتم، شاید از فلسطین دفاع میکردم. گفتم چرا؟ چون که الان کشور خودم تو صلح و آرامش و گل و بلبله، هیچ مشکلی هم ندارم، میرم از فلسطین دفاع میکنم. ولی وقتی میبینم که کشور خودم با کلی مشکلات مثلا دست و پنجه نرم میکنه، یا همین اخیراً هم که فکر میکنم آقای پزشکیان گفته بودن که صندوق بازنشستگانمون مثلا خالیه، نتونستن حقوق بازنشسته ها رو بدن، یا اینکه یارانمون رو نمیتونیم واریز کنیم. وقتی با همچین مشکلاتی که خیلی بدیهی و بیسیک هم ما داریم دست و پنجه نرم میکنیم، فکر نمی کنم که حمایت از فلسطین برای من عقلانی نیست از این منظر. توی تیمم من بایشون توی تیمم تو دوره خب خیلی جالب شد. ولی یه نکته اضافه کنم، اول اینکه سر بحث شما بعد حالا شما هم صحبت اینم در نظر داشته باشید که حالا در نقد میخوام خودم شخصا وارد شم که همونطور که به اصطلاح بعضی از سوری ها و لبنانی ها در ارتش ایران جنگیدن، عده‌ای هم در عراق به زیر پرچم صدام جنگیدن. یعنی اونم باید ایرانی هم داشتیم که تو داعش علیه خودش. آره دیگه، یعنی خب این در پیونده میتونم متوجه بشم، ولی در اینکه مثلا اونا میونم حمایت میکنن اینا یه بچه چیزی خود فلسطینیا صدام رو دوست. آره خیلی صدام دوست دارن یه زیادی. آره 100% طبیعی هم از بخره. همین اصلا یک بچی که من گفتم روایت جمهوری اسلامی از فلسطین خیلی روایت بدی بوده و اصلا اشتباهیه به نظرم همینه. یعنی شما میبینی که انشالله بذار اینو من توضیح بدم این صورت میکنم. من با یه رفیق لبنانی صحبت میکردم، گفت نظری که ما حزب الله لبنان هم توی لبنان داریم که ایران یه مدینه فاضله‌ای که بریم مثلا توش همه باید به سمت ایران شدن بریم. بعد اومدم ایران کلا نظرم تغییر کرد. ما هم از اون ور چیز داریم. آره ببین مثلا من آن چیزی که در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران از فلسطین میبینم یه مش آدمن که همواره دارن میمیرن، یعنی همش در حال مرگ و ستم و فلان و اینا. بعد انگار که اونا داستانی دارن برای خودشون، زندگی دارن برای خودشون، شخصیتی دارن، میتونن با ما موافق باشن، میتونن مخالف باشن و مثلا روایت‌های خیلی متفاوت. یارو از جمهوری اسلامی بدش میاد ولی کاملا از موشک زدن ما خوشحال میشه. مثلا این چیزی کاملا بدیهی دیگه، آدم دیگه. مثلا خود حماس ماجرای سوریه دیگه اصلا طبیعیه. من یه چیزی هم نمیدونم حالا بحثش پیش اومده، اینکه ما اینقدر مثلا سینه چاک فلسطینیم و اینکه داره حمایت و اینا، میخوام بدونم که چرا هستیم دیگه. اصلا به نظر مسئله فلسطین مسئله‌ای که جمهوری اسلامی نه مسئله نه منظورم مردم ایرانه، مسئله که مردمه. چیزی که من دارم ما میبینیم این همه مثلا چون راهپیمایی باشه، تجمع باشه. کجا خب حالا من تو راهپیمایی روز قدس من بیشترین چیزی که میبینم پرچم ایران اتفاق فلسطین. اینجا که هر 5 قدم پرچم لبنان و پرچم فلسطین. حالا این جدیدن این 1-2 ساله واقعا یعنی راه داره خیلی. ما بودجه‌ای که یک مثلا ارگانی بگیم مشخص شده که مثلا تو بودجه دولت که ما مثلا بدیم به فلسطین هست آیا نیست؟ نه منظورم صرفا مالی نیست، منظورم اینه که مثلا همین فلسطین فن بودنه منظورمه. من متوجهم. آره ولی خب حالا بذارید چیز بشه. آره شایان هم صحبت داره اگه چیزی بگو سریع کوتاه. من چون کارم فیلم و ایناست رفتم بررسی کردم، ما چند تا فیلم بلند داستانی و یاسریات مثلا اینا ساختیم، حدوداً 14 یا 15 تا ما فیلم ساختیم برای فلسطین توی 45 سال. بعد حالا عذر میخوام مثلا برای جنبش LGBT آمریکا چه میزان فیلم و سریال ساخته توی مثلا بازه 10-12 ساله در نظر بگیریم، بالای 100-120 بودن 200. و این نشون میده که اصلا اتفاقا ما از نظر فرهنگی روی مسئله فلسطین دغدغه یکمون نیست، کارم نکردیم و کار هم نخواهیم کرد به نظرم تا مدت فعلی. جمله بود که نظرم باید میگفتم دور بعد توضیحش میدم که سر این که اصلا جمهوری اسلامی چه برخوردی با فلسطین داره خیلی میشه صحبت کرد. جمهوری اسلامی 2 سطح کلا کارهایی مثل اقناعی و تبلیغی ما دسته‌بندی می‌کنیم.
یعنی کار جمهوری اسلامی بیشتر کار تبلیغیه، اقناعی که تعطیل به معنای واقعی، یعنی فقط رو این حوزه در کار کنه. شما رو میگم در تکمله تکمیل کنه در پیش من دارم میگم. من بحث داره جست بگم. آره وارد این نظرت راجع به نسبت ما با فلسطین و به ما چه ربطی داره اینا ابعادی که میشه فلسطین رو تقسیم بندی کرد. من تقسیم بندی رو بردم 6 تا تقسیم بندی که تقریبا همه حرف ما زیر این 6 تا میره. یک بحثیش که شما خیلی اشاره دارید بود تاریخی و دینیه که تاریخ استعمار و خود تقسیم فلسطین خیلی مطرحه. بود انسانی و حقوق بشریه که فکر کنم بیشتر نظر شما باشه. بود سیاسی و استراتژیکه که نظر شماست بیشتر احتمالاً. بود مذهبی و دینی صرف عدالت اجتماعی و مبارزه با استعماره و بود اقتصادی. من حالا یک سری از این مبحث‌ها رو اومدم. خودت کدوم یکی از اونها بودی؟ من بود حقوق بشری شو خورده اومدم نوشتم الان بگم و یک خوردم بود روابط بین‌الملل. چه آماده و دست پر. من استاد دوستان شما اومدین معرفی کردم موندم. اشتباه کردم. بعد میتونی مثلا هر کدومون نگهداری در بخش بعدی هم بگیم، لازم نیست همه شما مثلا گفته بشه. بحث روابط بین‌الملل. آره هر طور که صلاحه. چون بحث روابط بین‌الملل مطرح شد، به نظرم ما الان با جهانی روبرویم که جهان بدون مرزه. یعنی به چه معنا؟ مثلا اقتصاد سیاسی شما یک اتفاقی در سوریه میفته، یک مثلا ارزات مثلا بسته مثلا دلار چی همه چی رو هم میگذاره. یعنی چی؟ یعنی با جهانی مواجهی که بیرونت و داخل تأثیر داره. این اقتصاد سیاسی که مثلا اینجا مطرحه یعنی نسبت به کشورهای دیگه اینا همه مثل یک سلسله وار رو هم وابستن. یعنی شما نمیتونید فقط یه تک المانه نگاه کنید بگید من اولویت خودم هم نسبت به بیرون هیچ کاری نمیتونم کنم. بعد تو این معادلات جهانی مثلا شما میبینید که بعد از طوفان الاقصی که 7 اکتبر اتفاق افتاد 16 مهر، فقط اشخاصی که رفتن اسرائیل رو دیدن که خیلی جالبه تو بازه 2 ماهه که 16 مهر اتفاق افتاد طوفان الاقصی، فقط سران کشورهایی که رفتن و من اگه اجازه بدید من یک رو تیتفار مثلا دادش مثلا 6 نفر 6 تا دونه اگه باشن رفتن. تو 5 آبان 1402 16 مهر اتفاق افتاده ها، یعنی فاصله رو نگاه کنید 20 روزه. 5 آبان 1402 رئیس جمهور فرانسه رفت اسرائیل. 27 مهر نخست وزیر انگلیس سوناد اگه اشتباه نکنم نخست وزیر سابقشه. 29 مهر نخست وزیر ایتالیا. 26 مهر صدر اعظم آلمان. 14 آبان نخست وزیر سابق انگلیس و استرالیا یا سابق تر 2 آذر اسبق میشه در واقع. 2 آذر نخست وزیر اسپانیا. 26 مهر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا. 21 مهر رؤسای کمیسیون پارلمان اروپا. یعنی چی؟ یعنی صرف کشور من، صرف اتحادیه اروپا، صرف امریکا مهم نیست. من میام بازیگری میکنم تو روابط بین‌الملل در جاهای دیگه خارج از خاک خودم. یعنی من تاثیرگذارم و بر اقتصاد من، بر کشور من، اینها همه تاثیر دارن. این در جواب شما بود. حالا تو حوزه روابط بین‌الملل دارم. باز ببخشید من واقعا متخصص حوزه فلسطین نیستم. شکست نفسی نفرمایید. خب من مبحث اوکی روابط بین‌الملل جهان بدون مرز بود. این یه خب برای اینکه ما تو بقیه هم نگه دار منطقه ایزوله نیستیم که توی تراریوم زندگی نمی‌کنیم، کاملا یه مسئله برای من بفرمایید. یه مسئله برای من هست و اونم اینه که حالا هرچی بیشتر جلو میرم جمهوری اسلامی ایران داره تلاش میکنه یک روایت منفعت ملی با فلسطین بسازه، در حالی که من گمان میکنم روایت اصلی جمهوری اسلامی و شهروندان جمهوری اسلامی با فلسطین مسئله هویتی اساسا. یعنی جمهوری اسلامی که از فلسطین دفاع نکنه دیگه چه جمهوری اسلامی حقیقتا. و این مسئله به نظرم خیلی مهمتره و تمام وجه‌های منافع ملی و این مسائل اینجوری داره سوار میشه برای اینکه قضیه فلسطین بتونه طرفداران بیشتری قرار بگیره. یه بخشی از پروژه اقناع جمهوری اسلامی هم همین. یک وجهی هم هست که حالا من از شما سوال دارم، اونم این که فرمودید آره اسرائیل از ناامن بودن منطقه سود میبره. من گمان میکنم که یک وجه دیگری رو هم باید ببینیم که اسرائیل داره
با طرح‌های عادی سازیش، چه میدونم با دست دادن به ائتلاف‌های غیر عربی یا دست دادن به ائتلاف‌های غیر اسلامی، خصوصا حالا عربی‌های سکولاری یا همچین چیزهایی، و اون ایده کمربند و نتانیاهو توی سازمان ملل تماماً داره یک کاری میکنه که پیوندهای اقتصادی انقدر قدرتمند بشه که از تنش جلوگیری بکنه. من گمان می‌کنم همچین چیزی باشه. بنابراین من آن نسبتی که با فلسطین برقرار میکنم و حالا با تمام این وجود باز من میگم که من موافق اینم که حاکمیت داره از فلسطین دفاع میکنه. خب ببینید، اول از این شروع کنم که ما قهرمان قصه فلسطینیم. شما گفتین اصلا این حرف درست نیست. اصلا این حرف درست نیست. ملت ها خودشون رو آزاد میکنن. خب و یعنی من به شدت موافق حمایت چه مردمی و اجتماعی ایران از فلسطین و چه حمایت‌های دولتی هستم، ولی این به این معنا نیستش که ما باید بشیم وکیل وصی مردم فلسطین. کاملا با این مخالفم. فلسطین برای خود مردم فلسطین و اون دایاسپورای فلسطینی، اون پناهنده هایی که نسل ها پخش شدن در کشورهای مختلف دنیا و در نهایت اونا خودشون رو آزاد میکنن. کاری که ملت های دیگر میتوانند برای مردم فلسطین انجام بدن این هستش که در این مبارزات اونا رو یاری بکنن. خب ولی اینکه ما قرار باشه، یعنی بعضا من این صحبت ها رو خصوصا توی جمعای بیشتر مثلا بگم ارزشی، بگم مذهبی، اینا مثلا خیلی میشنوم، اینه که مثلا مثل کاخ سفیدو که میخوان حسینی بکنن، مثلا توی مسجد الاقصی میخوان دعای کمیل برگزار کنن مثلا تو کشوری که مثلا 90% 95% اهل سنتن، مثلا میخوان از این کارهای اگریسیو و اینا انجام بدن. یا که یک بار دیگه قرار آزادیشون ازشون بگیرید. اگه قرار باشه که شما قهرمانشون باشید، انگار قرار دوباره آزادیشون زیر سوال بره. بعد بیان کردم گفتم توی این تقابل بین اسرائیل و فلسطین ما باید نقش اول رو بازی کنیم، چون نقش اول خود مردم فلسطین بازی میکنن، تنهایی نمیتونن. اونا قهرمان هستن. اینو من موافقم. حالا من خودم هم ایرانی که میگم منظورم ایرانی نیست، کل محور مقاومت. یعنی حالا یه جمله امام خمینی داره میگه که همونطور که همه کشورها سکوت کردن که اسرائیل به وجود بیاد، همه کشورها سکوت کردن که اسرائیل به وجود بیاد و همه کشورها هم بعد این کار کنار هم متحد بشن با فلسطین که اسرائیل کنار بزنن. من دیدم اینه، یعنی اینکه من خودم کاملا مخالف اینم. ما سن و صدی فی القدس بودیم، حتی 2 سال پیش سن افتر فی القدس هم افطار خواهیم کرد در مسجد اقصی. من خودم مخالف اینم. یعنی ما خودمون باید اون روایت فلسطینیه رو بیاریم بالا. من خودم تو مستندی که ساختم مثلا با فکر کنم فقط 2 نفر از ایرانی ها پیش مصاحبه داشتم که نظرشون رو راجع به ماجرا بودم، اونم از بعد تاریخی بیشتر و سراغ خود فلسطینی ها اصلا رفتم، سراغ سفیر سابق فلسطین رفتم، خدا بیامرز صلاح زوابی. 2 جلسه با این بنده خدا که رفیق دیرینه یاسر عرفات رهبر ملت فلسطین بود اصلا صحبت کردیم که نظر نزدیکترین فرد نسبت به یاسر عرفات رو بدونیم که چی میگن مردم فلسطین. و حالا با خود حماس و جهاد اسلامی من خودم اصلا کاملا مخالف اینم که ما باید کاری برای اونها بکنیم. ما باید دوره هم جمع بشیم که یک کاری برای این درگیری، این دعوا انجام بدیم. و خود فلسطینیان همونطور که تو طوفان الاقصی نقش اصلی و نقش اول بودن، همون حالت باید بشه. پس اینو گفتم و میخوام با این ادامه بدم، با اینکه حالا فلسطین برای فلسطینیاست و فلسطینی ها آزادش میکنن، اینه که حالا مثلا ملت های تحت استعماری مثل آفریقای جنوبی چجوری نسبت برقرار میکنه به مسئله فلسطین، خودش رو در یک
جمعی میبینه، میگه ما ملت، یعنی یک مایی درست میکنه، ما ملت‌های تحت استعمار، ما ملت‌های جنوب جهانی، و از اون زاویه میاد صحبت میکنه. حتی اون کیسی هم که میبره توی دادگاه لاهه برای نسل کشی از این جهت هست که من آپارتاید رو تجربه کردم، میخوام برای ملتی که داره آپارتاید رو تجربه میکنه و آپارتاید خیلی پیچیده تری از آپارتاید آفریقای جنوبی رو داره تجربه میکنه، من به این واسطه به واسطه این پیشینه تاریخی حالا میخوام یه کاری انجام بدم. حالا این که فلسطین حالا چرا ما باید بریم اونجا در صورتی که خودمون مثلا 1000 تا مشکل داریم؟ نکنید اصلا این رو من بنده قبول ندارم که الان جمهوری اسلامی ایران شمشیر استار وارزش رو در آورده و داره تو هوا میچرخونه و داره میگه که مثلا بیاید من کمکتون کنم، من همه مشکلاتم حل نشده. اصلا یعنی عرصه رئال پالیتیکس اصلا عرصه در واقع قهرمان بازی نیست. آدم ها یعنی ملت، استیت ها، دولت ها بر حسب منافع ملیشون وارد داستان ها میشن که اگر که چنین بود، یعنی اگر که میخواست جمهوری اسلامی میخواست هیرو ماجرا باشه، انقدر کانزرواتیو و محافظه کار در زمینه حملاتی که به خودش شده عمل نمیکرد. یه ماه پیش خاک خود ما 40 روز پیش خاک خود ما مورد حمله قرار گرفته و ما داریم بر اساس حالا یعنی جمهوری اسلامی حالا به درست یا به غلط، حالا به این کاری ندارم، داره خویشتن‌داری میکنه. میدونی چی میگم؟ اگر که جمهوری اسلامی، استیت جمهوری اسلامی قرار بود که همونی باشه که شمشیر استار وارزش رو در آورده، باید که از فردا 7 اکتبر میومد مثلا موشک میزد و اینا. هر کاری هم که کرده وقتی مواجه شده، یعنی خودشو مستقیم با اسرائیل درگیر کرده، که چه اتفاقی افتاده که خاک خودش مورد حمله قرار گرفته. یعنی وعده صادق یک در جواب حمله به سفارت و کنسولگری ایران در دمشق بود که به منزله خاک هر کشوری. حمله وعده صادق 2 هم درسته که در جواب به ترور سید حسن نصرالله بود، اما فراموش نکردیم که 40 روز قبل از 2 ماه و نیم 2 ماه و نیم قبل از شهادت سید اسماعیل هنیه تو خاک ما مورد حمله قرار گرفته. خب اینها مواردیه که و همچنین سفیر ما تو حادثه پیجری آسیب دیده. خب یعنی سفارت ما، یعنی یک نیروی دیپلماتیک ما اینجا آسیب دیده. بر اساس مهرهاش رو تا جایی که ما الان میبینیم بر اساس منافع ملی، برای اینکه بر اساس منافع ملی خودش تکون داده، نیومده یه کار خیلی تهاجمی اگریسیو انجام بده. حتی حزب الله که میگن پراکسی ایرانه، من قبول ندارم اینو. من حزب الله رو نیروی نیابتی ایران نمیدونم. حزب الله رو یه جنبش ارگانیک متعلق به لبنان میدونم. اینو کسی داره میگه که اهداف مشترک فقط داره. آره به واسطه اهداف مشترکش حالا مورد حمایت ایران هم قرار گرفته. حتی حزب الله هم تا اوایل اکتبر که اون هجوم سخت از سمت اسرائیل شروع شد، حتی حزب الله هم فقط مواضع نظامی اسرائیل رو هدف قرار میداد، فقط برای اینکه از بتونه از مرزهای چیز دفاع بکنه. اون ور بود که اومد سطح درگیری رو برد بالا. این رو اصلا قبول ندارم. و نگاه کنید هر کشوری خب یه بودجه
در واقع نظامی داره برای اینکه از مرزهای خودش بتونه دفاع کنه، تمامیت ارضی خودش بتونه دفاع بکنه و در واقع بودجه های دیگه‌ای در نهادهای مختلفی داره. ما میتونیم ساعتها راجع به آب رفتن بودجه های رفاه عمومی در مملکتمون صحبت بکنیم. من این وسط خیلی منتقد مثلا حاکمیت هستم که هی مثل این که داری میبینی که تمام دستاوردهای انقلاب 57 در زمینه رفاه عمومی هی داره آب میره، هی داره مثلا همه چی خصوصی تر میشه، همه چی قیمت ها واقعی تر میشه. میتونیم ساعت ها راجع به این مسئله بحث کنیم، اما اگر که این باعث بشه که بودجه نظامی کشورها، خب که ایران توی کشورهای منطقه یکی از پایین ترین بودجه ها رو داره، خب اگر این باعث بشه که بگیم که از امنیت ملیمون بزنیم که بریم فقر رو درست کنیم، این از توش لیبی در میاد، از توش مثال های از توش اوکراین در میاد و مثلا 1000 تا در واقع نمونه های در میاد که اومدن در واقع تو اون اصلاحاتی که دارن انجام میدن بودجه نظامیشون رو آوردن پایین که مثلا برن جاهای دیگر رو درست کنن و کشور فرو پاشیده. خود فلسطین سال 1947 قبلترش حالا برخی از روستاهاش اصلا میگفتن که ما میریم با خود یهودی‌ها صلح میکنیم که با ما کاری نداشته باشن. داشتیم این نمونه رو داشتیم و آوردن اون بحث کنار گذاشتن مبارزه با صهیونیست‌ها رو اون زمان گذاشتن کنار و اولین اصلا روستاها و شهرهایی که بهشون حمله شد خودشون دیر یاسین یه نمونهش. و ببین یه مسئله دیگه که همین میگم، نکته آخری که اینجا میخوام مطرح بکنم اینه که ما برای اینکه بتونیم ساختارا رو اصلاح بکنیم، مشکلات رو حل بکنیم، فقر رو ببریم، اول از همه باید نمیریم. لازمه اولش اینه که ما نمیریم. خب و اگر که ذره‌ای امنیت ملی ما در این منطقه به خطر بیفته، از توش تجزیه ایران در میاد، از توش نابود شدن زیرساختمون در میاد. من خبرنگارم، کارم هم مانیتورینگ اخبار خارجیه. وقتی که وعده صادق 2 انجام شد و احتمال میرفت که اسرائیل پاسخ بده، سناریوهای مختلفی وجود داشت. من رصد میکردم و مثلا میومد کارشناس صهیونیستی، کارشناس آمریکایی میومد میگفتش که نمیدونم حالا زیر ساختار رو بزنیم، آب شیرین کنا رو بزنیم یا مثلا یا پالایشگاه ها رو بزنیم. خب باید در نظر داشته باشیم که این وسط اگر که منافع ملی رو در نظر نگیریم به دهه‌ها قبل عقب میریم. چیز قبل از منافع ملی، یعنی ما داریم میگیم زیربنای اینها امنیت هست. بله. امنیت باعث میشه که ما به رشد اقتصادی، رشد فرهنگی برسیم، که نرسیم، موضوع نداره به رسیدنش. یعنی ما اولمون امنیت رو فراهم کنیم که بتوانیم به پله‌های بعدی برسیم. بله. بعد درباره اشکالیه‌ای که شما مطرح کردید، این که فلسطین برای جمهوری اسلامی هویتی است. به نظر من دهه 60 بود ولی الان نیست حتی. یعنی من میتونم جمهوری اسلامی رو تصور کنم که نانوشته اسرائیل رو به رسمیت شناخته. حالا خدا اون روز رو نیاره ولی برای من تصورش غیر ممکن نیست. یکم بحثم برمیگرده به چند پله قبل‌تر و اونم در مورد جهان بدون مرز بوده و یه چیزی که هست اینه که حالا این نقل قولم میارم، از سقراط پرسیده بودن که اهل کجایی، اونم گفته که من فرزند جهانم، من جهان خونه منه. و من از ابتدایی که فلسفه قبول شده بودم این رو
سرمشق خودم قرار داده بودم و هیچ تمرین کنم باهاش که بتونم خودم رو فراتر از یک ایران، فراتر از یک ایرانی در نظر بگیرم، ولی همچنان موفق نشدم چون که متاسفانه مرز برای من خیلی مهمه. میدونید یعنی اینکه اگه اینجا داره یه اتفاق میفته، حالا مثلا مثال میزنم که یکم روشن‌تر باشه، مثلا یه کودکی رو میبینه، کودک ایرانی رو میبینم که داره از تو سطر زباله غذایی پیدا میکنه و یه کودک فلسطینی که داره بمب بر سرش فرود میاد، من متاسفانه بازم به خاطر اینکه خودم رو تو این مرز میبینم، این مسئله ایرانه برای من خیلی مهمتر میشه. این مسئله این که این به هموطن، به فکر هموطن خودم باشم، مثلا همدلی با یه ایرانی بیشتر من رو به اون سمت سوق میده تا همدلی با یه کسی که نمیبینمش، نمیتونم باش همزاد پنداری کنم. حالا من یک نقطه مقابلی از شما هستم دقیقاً. طبیعیه که نسبت به کودکان گرسنه وطن بی تفاوت نیستم و چیزه، ولی مسئله اینه که اون همسایه داره میمیره و اینا گشنشونه فقط و یه بچه اینجوری هم داره و یک طرف دیگه هم من خیلی احساس هموطنی نمی کنم با کسی که طرف داره نتانیاهو مثلا. یعنی من در نظرم اینه که اون حتی میتونه دشمن من باشه در این حد رادیکال و صرفاً چون فارسی زبانه یا تاریخش با من مشترکه، یه سری اشتراکاتی داریم، خیلی من نکته چیزی ندارم. ولی خب نکته شما هم نکته قابل بحث و گفتگویی است. بفرمایید اگر چیزی نظر میانه شده هم ما باید به اون آدم بچه گرسنه کاری 100%، یعنی کسی که منکر این نشد. ولی نظرم اینه که برای این که اون بچه گرسنه نباشم ما باید با اسرائیل مقابله کنیم. یعنی راه حتی توسعه ما هم از مبارزه با اسرائیل میگذره، چون که در صورت در واقع به خطر افتادن منافع ملی ما به واسطه اسرائیل، همون حداقل برای همون بچه هم دیگه نیست. و این در جریان بهار عربی تست شده. یعنی ما سوریان چی میگفتن اسد بره که ما دموکراسی داشته باشیم، که مثلا نسبت مثلا فساد اداری اسد زیاده، نمیدونم یه دولت بدون دموکراتیک بدون فساد داشته باشیم. حالا الان خوب شد مثلا که کشور با خاک یکسان شده و همون حداقل زیر ساخته هم دیگه نیست. من نظرم نکته چیزی نشون داد جنگ سوریه رفتن اسد هم باز باعث یک جنگ بی‌پایانی میشد که اون بچه‌های گرسنه هم بیشتر بمیرن. هم تعداد سوریه دیگه باقی نمیمونه، چون همین تا همین الانش هم این گروه‌های مخالف بشار اسد نتونستن به یک اجماع به سر یک فرد یا یک گروه یا یک ائتلاف یا یک شورا برسن. این مثلا توجه کن که مسئله این نیست که حاکمیت بره، مسئله اینه که حاکمیت چرا با اسرائیل ستیز داره. خب یعنی اسد با اسرائیل چه ستیزی داشت در ابعاد ایران؟ مثلا داشت از اول سوریه ستیز داشت در اندازه‌ای که ما داریم. بله. خب اصلا جولانش اشغال شده بود. اون خودش تحت بله. حالا الان چرا اینجوریه؟ گردابه خودمون. آره به نظرم عبور کنیم از این مسئله. خب نکته داشتیم توی بحث قبلی اینکه فلسطینی‌ها چه نفعی میتونن به ما برسونن یا چه کاری برای ما کردن. حالا من از بعد منافع ملیش و رئالیستیش بخوام بگم، اتفاقا طوفان الاقصی خیلی به نفع ما بود. ما یه کنفرانس G7 داشتیم پارسال 20 روز قبل از طوفان الاقصی که بحث بر سر این بود که یک کریدور جدیدی راه بیفته از نظر اقتصادی به اسم آیمک که آسیا رو با آسیا میانه و غرب آسیا میانه از طریق هند و امارات و عربستان و وصل بشن به اتحادیه اروپا. و این اگر راه میافتاد اون بحث حالا که ما یه مثلا هاب اقتصادی توی منطقه باشیم، بتونیم خلیج فارس و این داستانا همش ما کنار گذاشته میشیم. یعنی ایران
از نظر اقتصادی کاملا کنار گذاشته میشه و طوفان الاقصی کاری کرد که این عادی سازی روابط با عربستان رقم نخوره. این بحث آیمک کلا تا یه مدتی به کنار گذاشته بشه، چون اون نقطه اساسی که ارتباط عربستان و اردن و اسرائیل بود به فنا رفته بود و نقطه اتصال آسیا به اروپا و این نه بزرگترین کاری بود که مثلا یک فلسطینی میتونست برای ایران به نظرم توی این بازی زمانی توی 2 سال 3 سال انجام بده. ازاش اینجا من مخالفتی کنم. ایران خیلی الان تو معادلات مثلا تو حوزه اقتصادی خیلی کم بلندتره، خیلی بلندتر تو بازی‌های اقتصادی خیلی بازیگر خاصی نیست. حالا اینم داشته باشه تو نه تو خلیج فارس رو از دست بدی، یعنی دیگه خلیج فارس محل اتصال تجارت نباشه. الان همین الانش که داریم صحبت می‌کنیم دیگه مثلا تنگ هرمز بستن و اینا دیگه هیچ کارکردی نداره. به نظرم اگه بخوام این تامین بدیم اینم میشه که خیلی تأثیری نداره الان اصلا اقتصاد ایران. هنوزم خیلی تأثیر داره. یمن الان وقتی اومده باب المندب رو ناامن کرده برای حالا بندر ایلات تعطیل شده، یعنی بندر رژیم صهیونیستی که به سمت دریای سرخ بوده به واسطه آره بندر جنوبیش تعطیل شده و یه بخشی از در واقع چیز شهریان اقتصادیش مختل شده به واسطه کاری که داره یمن میکنه. فهم بازیگری یمن اینجا خیلی بازیگری درستیه، به خاطر اینکه در واقع استیت غیر مشروعی که بیشتر نیازش داره از خارج تامین میشه، یعنی نمیدونم گوجه فرنگیش از اردن میاد، نمیدونم محصولات غذاییش از ترکیه میاد، نمیدونم اینها و مسیر دریایی براش خیلی مسئله است و بدون یعنی اصلا 2 هفته در واقع مایحتاجش بهش نرسه دووم نمیاره. اینو واقعا من نمیگم، کارشناسای علوم سیاسی و مباحث استراتژیک میگن اگر که این شریاناش مختل بشه دووم نمیاره. یعنی چی میگن؟ از فلسطین خارج نشیم خیلی داره چیز میشه. نه بگو جمله تو بعد. نه چه ارتباط ما به فلسطین و فلسطین به ما این؟ آره متوجهم، اگر از این چارچوب اوکی مربوط نیست. خب اگه نیست که خب هیچ بگو دیگه. آره اینجا اومدیم شما یه حالت آرمانی متصور میشین که میگیم اگر بخواد میتونه ببنده مثلا کل شریان رو قطع کنه. موضوع اینه که الان شما وابستگی اصلا ما من نگفتم ما تنگه رو ببندیم. یمن مثلا من میگم موضوع یه حالت آرمانی رو داریم اینجا در نظر میگیریم، ولی خب اتفاقی نیفتاده که بیایم بگیم که این حالت مثلا واقعی راه اتفاق افتاده. حالا میتونیم بگیم که ممکنه این اتفاق بیفته. من میگم دوباره مثلا من میگم یه حالت آرمانی رو داریم متصور میشیم که هنوز اتفاق نیفتاده. من تصور نکردم، من فکت گفتم تعطیل شده. قبلی من دارم منظورم آیمک رو میگین که ما تو اقتصاد کنار گذاشته میشیم. واقعا کنار گذاشته شده. خب نه بعد در نظر داشته باشیم یه کریدور هم از شمال به جنوب داریم و من میگم مسئله دیگه هم داره در کنارش. داخلیت مثلا نگاه کن، واقعا تو حوزه اقتصادی یه چیز ملموسیه. چی نداره من اینجا خود موضوع داشتم ولی گفتی که این به نفع ماه من خیلی در نمیگم که به نفع ماه. اینو به اضافه این کن که منفی 100 میشد، این از این صفر به منفی 100 میرسه. یعنی کلا از حالت بد و بدتر بگیم بازی قدرت که چرخان بازی اقتصاد همه بازی‌ها ایران نه فقط گفتم من اعتقادم اینه که همه ما به هم وصل، ایران، عراق، سوریه، لبنان و حالا تا حدی میشد خود ترکیه، ولی خب ترکیه خودش رو به این بازی وصل کنار گذاشته میشدن و نابودی مطلق میرسید. من میگم نسبت به اون دهه 90 که ما این همه جو داشتیم میبندیم چی کار میکنیم، توی موضعی الان قرار داریم که واقعا موضوع مثلا نمیدونیم چیکار کردن نمیتونه، یعنی نسبت مثلا ما مثلا کاری بتونیم کنیم که بگیم مثلا اتفاق بهتری میفته. من میگم این موضوعی که گفتیم بین بد و بدتر بود نظر من، مثلا حالا نمیذاریم بدتر بشه اوضاع. خب فلسطین هم این اجرایی حالا ببخشید اصلا بحث این. آره برگردیم به چیز. من هنوز یک سوالی که احتمالاً اگر دورش بچرخیم سوال جالبیه اینه که رسالت ما چرا باید نجات فلسطین باشه؟
یعنی یه جمله تو این مناظره‌های جدید میگن این دوستان، حالا هر جا ببینین سوال اینه که اساساً کی این رسالت رو به ما داده که از فلسطین دفاع کنیم و از این حرفا اینجوری. آره صدا زیبا کردم. صدا زیبا کردم. چون من 2-3 نفر شنیدم. الان داره 20 سال انجام میده، یعنی اصلا جدید نیست. خب اصلا تو مناظره‌ای که بعد از رونمایی خود مستند ما بود این جمله رو گفت. کی بهش خب تو دعواش با علی علیزاده این جمله. خب سوال مشروعی هست یا سوال اشتباهی مثلا؟ هر تو پلاس واقعا، به خاطر اینکه اصل مسئله 2 دقیقه فقط. آره اصل مسئله اینه که اصلا کی گفته که ما داریم فلسطین رو آزاد میکنیم؟ یعنی سوال پروفسور دوران آقای زیبا کلام اینه که چه کسی مسئولیت نابودی اسرائیل رو به ما داده؟ مگه ما داریم اسرائیل رو نابود میکنیم؟ من خیلی جاها اصلا در راستای اون منافع اسرائیل هم قدم داره بازی خودش خبر نداشت. خب و اصلا مسئله اینه که داره فقط از بقای خودش داره برای بقای خودش میجنگه. خب و تو نمیتونی انتظار داشته باشی که از یه استیت مدرن که برای بقای خودت نجنگ. یعنی این از بدیهیات دانشجوی ترم 2 علوم اجتماعی دیگه میدونه که هر استیتی اولین مسئولیتش اینه که بقا پیدا بکنه. خب و داره از برای بقای خودش میجنگه، به خاطر اینکه رژیم صهیونیستی از با منافعش تضاد داره. حالا در بحث تبلیغات و نمیدونم اینا حرف‌هایی کلا زده میشه، اون ورم میزنه که نمیدونم ما میخوایم نمیدونم ایران رو با خاک یکسان کنیم. مگه نمیگن؟ آیا میکنن؟ آیا مثلا در بحث تبلیغات و در بحث پروپاگاندا حرف‌های زده میشه، نمیدونم اسرائیل رو تو 2 دقیقه نابود میکنیم، تو 5 دقیقه نابود میکنیم اینها، ولی این برای در واقع دایره حامیانه، برای مثلا تشجیع در عرصه رئال پالیتیکس که کدوم یکی از مثلا سران جمهوری اسلامی اومدن گفتن که مثلا دکمه مثلا موشک‌ها بزنیم که اون اسرائیل رو نابود کنه. این جملاتی هم که اگه گفته باشن اینه که مثلا اگر اون کاری انجام بده ما این کارو میکنیم در جواب. ما اسرائیل میزنیم، اگه ما رو بزنه ما اونو میزنیم. بازم دفاع از امنیت داخل. خب میشه به این سمت بردش که خب بگیم که ما یک اخلاقیاتی داریم که خیلی جهان شموله. یعنی من یک سری احساساتی دارم، ما نیستیم، کل انسان ها، اصلا همه انسان ها انسانیت رو دارن و مجاز از همون همه احساس هست. بیشتر منظورم که همه انسان ها یک سری اخلاقیاتی دارن که خیلی جهان شموله، ولی برای همه افراد هست. هم خشم، محبت چیه، اینو به نظرم مثلا میشه تو مسئله نسل‌کشی مثلا خیلی هم الان دیگه تو این فضا مطرح نیست. نه چرا گذر کردیم، مثلا چیزی که خیلی تازه مطرحه ها، اصلا هیچ مثلا اوضاع من به چه صورته که اصلا مطرح نمی‌کنم و خیلی عادی الان شده برام که مثلا از 2.5 میلیون نفر نوار غزه از سال فکر کنم 1948 تا سال 2024 بیش از 100,000 نفر کشته شدن. یک مثلا یه ریزبینی بذار کنم، از اکتبر تا الان که 2024 آخراشیم، فقط از هفته اکتبر تا الان حدود 43,000 نفر کشته، یعنی تقریبا بیش از نیمیش تو همین حدود 1 سال. و کسی هم نمیاد بگه، ولی مثلا تو خود نسل‌کشی میخوان تعریف کنن میگن 10% یک گروهی رو از بین بردن نسل‌کشی، یعنی تقریبا به 10% رسیده. خب بعد مثلا این یک مسئله منم ضعیفانه استوری خیلی جواب. بعد تو خود بندهایی که سازمان بین‌الملل هم داره، یعنی اصلا اشاره شده همین سال 1947 برای مثلا اتفاقی که افتاد خود فلسطین، اون موقع مثلا بحث نسل‌کشی تو خود سازمان بین‌الملل یه سری بندهایی داره که مثلا کشتن خود اعضای گروه به دلیل تعلق داشتن به گروه خاص، 2 ایجاد صدمه جدی یا جسمی یا روحی به اعضای گروه، و 3 وضعیت‌های زندگی عمدی یا نابودی فیزیکی گروه. یعنی این بندهایی که خود سازمان بین‌الملل هم هستش
ولی ما هیچ اعتنایی نسبت بهش نداریم. من اصلا نمیگم بحث حاکمیت مثلا با فلسطین چیه، من میگم بحث اخلاقیه. خیلی چیزا به نظرم جهان شمولی همه متوجه میشیم، خیلی هم نباید ببریم بحث ایدئولوژیک کنیم، مثلا بیام بگیم نسبت حاکمیت و فلسطین چیه. حالا یک سوال، به نظر شما این گزاره که در واقع حاکمیت فلسطین رو مصادره کرده درسته یا نه؟ و چه اثری داشته مثلا؟ حالا در تکمیل این صحبت آره اون وقت خیلی سکوت. خود رهبرم جملهش همینه که فلسطین رو یک مسئله فلسطینی، یک مسئله عربی، یک مسئله اسلامی نیست، فلسطین یک مسئله انسانی. این جمله رو گفته همین 3 یا 4 سال پیش گفت. من با این چیزش مشکلی ندارم، مثلا ابتدام گفتم آره با از نظر اخلاقی این رو حتی از نظر اخلاقی خودم هم همدلی میکنم که گناه دارند و داره بهشون ظلم میشه. یه سوال، این سوالو به طرف شما پاسخ بدید. این روایت جمهوری اسلامی نسبت به فلسطین چه تفاوتی با روایت شما داره از فلسطین؟ یعنی همین میخوام برسم به مصادره شدن و اینها، میخوام ببینم اگر به طور مثال شما همونطوری که فرمودید تو سوئیس بودید یا اصلا توی یک کشور منطقه بودید، احتمال اینکه خیلی فلسطینی تر از این باشید بود یا نبود مثلا؟ آره اگه یه ایرانی نبودم شاید طرفدار فلسطین می بودم، چون میدونید یه چیزی که شاید اصلا قیاس مع الفارق باشه ولی چیزی که الان به ذهنم رسیده اینه که ما نمیتونیم از شر بیزاری بجوییم، از باش مقابله کنیم ولی شرورانه عمل کنیم. میدونید خب منظورم هم باز حاکمیت الان، چون بحث حاکمیته، میگم الان ما اسرائیل رو یه شر عظیم میدونیم و میخوایم با این شر عظیم مقابله کنیم. این در صورتیه که جمهوری اسلامی این ادعا رو داره که میخواد با اسرائیل مقابله کنه، حالا اسرائیل رو نابود کنه یا هر چیزی، و از مردم مظلوم فلسطین دفاع میکنه. این در صورتیه که با مردم خودش داره شرورانه عمل میکنه، یعنی از یک شری بیزاری میجویه، از یک مظلومیتی دفاع میکنه، ظالم رو هم سرکوب میکنه، ولی باز خودش داره ظالمانه نسبت به شهروندان خودش داره ظالمانه عمل میکنه، شرورانه عمل میکنه. و این مشروعیت برای من نداره که چطور میشه که یک حاکمیتی، حالا جمهوری اسلامی، بیاد از اسرائیل حالا بیزاری بجویه، حالا بدگویی کنه، باش مقابله کنه، ولی یه عملی، حالا نه مشابهش که نیست قطعا، ولی یه عمل باز خصمانه‌ای با شهروندان خودش داشته باشه. واسه همین حمایت جمهوری اسلامی از اسرائیل برای من مشروعیت نداره، چون خودش هم داره رفتار بدی و با شهروندانش. حالا من با حرف شما موافقم، ولی باز جمهوری اسلامی طیف‌بندی می‌بینم. آره میگم که گفتم شدت و حدت داره. نه خود اون عواملی که این کارها رو میکنن باز توی طیف‌هاشون رو دسته‌بندی میکنن، باز همون دسته‌بندی هم مطلقاً مثلا همشون این چیزه، به حال حرف بر هر نظر شخصی داره و به طوری که خودش میدونه عمل میکنه. ولی من هم با این موافقم، اما میگم که باز این فلسطینیش پوسته‌ای رو جمهوری اسلامی اومده به اسم پوسته‌ای، به اسم هدف فلسطین و آرمان فلسطین تعریف کرده برای خودش، ولی گوشته نه تو خالیه، کاری به اون صورت برای فلسطین هم نکرده. اینا همون ابتدا فکر کنم گفته بودم که حمایت از فلسطین، حالا نه فقط ایران، کشورهای دیگه هم بوده دیگه، حالا همشون راهپیمایی کردن، یه اکتی از خودشون نشون دادن. من به عنوان کسی که حالا موافق فلسطین موافق حمایت مثلا نبوده، همیشه هم این سوال برای من ایجاد شد، برای من سوال بوده که این حمایت مردم، حمایت غیر فلسطینی ها از فلسطین چه فایده‌ای برای فلسطین داره وقتی که نه از اشغال اونها رو در میاره، نه به آزادیشون کمک میکنه، هیچ انگار که هیچ فایده‌ای نداره. به نظرم بهتر اون رو تکمیل کنیم. نمونهش خود لبنانه، به عنوان یک کشوری که داره از فلسطین حمایت میکنه، اما خود لبنان تو سوختش مشکل داره، برقش مشکل داره، مردمش به شدت از ما فقیرترن. 2 ساعت در روز کنن
بیکاری به شدت زیاده، ولی یک طیف زیادی که تو خود بدن دولت هم هستن دارن آرمان فلسطین رو پیش میبرن. خود حزب الله لبنان تو بدن دولت لبنان هم هست، ولی اون آرمان فلسطین رو هم داره، با در کنارش داره برای مردم لبنان هم مثل کارها انجام میده که شما فکر کنم بهتر بتونید. من احساس میکنم که حالا اینو میگم بچه‌ها، احساس میکنم که انگار مثلا شبیه تبل تو خالیه، انگار هیچ فایده‌ای نداره. صرفا میریم یه راهپیمایی هم میکنیم و یه 4 تا شعار هم میدیم و مداحی هم پخش میکنیم و چه فایده‌ای داره؟ خیلی پررنگ‌تره چون حرکت مردمی نیست دیگه. مثلا شما الان 100,000 نفر فلانجا ریختن تو خیابون، همین آیه علیانی میگفت توی همین جا اومده بود، میگم مثلا یارو این 1000 نفر میرن تو آلمان و این آلمانیه داره باتوم میخوره به خاطر فلسطین. مثلا فکر نکنید که خیابون 16 آذره که مثلا باتوم خوردن چیز عادی باشه براش، ولی مثلا تو آلمان فلان داره چیز باشه. همین با کاروان انقدر شده. بعد این کاری که ما میکنیم خیلی چیزی، من باید برام عجیبه، داشتم فکر میکردم به مسئله، برای من عجیبه که باید تو ایران عده زیادی رو قانع کنم که مثلا چرا اینا مظلومن یا اونا ظالمن، ولی خب طبیعیه که مثلا شما این حجم از سیل جمعیت در شهرهای مختلف اروپا و آمریکا فلان خیلی عجیبه دیگه. آخ مثلا سازمان ملل یه سری پروتسترهای فلسطینی هستن، بعد مقابلشون میان مثلا 100 نفر 200 نفر پرچم اسرائیل بلند میکنن، یهو اون وسط یه پرچم شیر و خورشید ایران میبینی. خب یعنی این خیلی غیر منتظر است که هیچ پرچم دیگه ای نیست غیر از اسرائیل و شیر و خورشید ایرانی و این ترسناکه برای من. بفرمایید. درباره صحبت شما که گفتید که جمهوری اسلامی در ابعادش یا کاملا، حالا نمیدونم موضوع شما دقیقاً چیه، نمیخوام تفتیش عقاید بکنم که برات هزینه درست شه، از قوه شرع استفاده میکنه. خب ببینید این موضوع خیلی از دوستان حقوق بشریه که در یک بابل، در یک حبابی زندگی میکنن که این جهان واقعی نیست. نگاه کنید، ما هیچ نیروی کاملا خیری در جهان نداریم خب که مثلا کلا خیر باشه. همین حماس خب که من مثلا روش کار کردم، روی سیاست داخلیش کار کردم، بیا مثلا بهت بگم که چقدر زندانی شیعه تو زندانای خود حماسن. خب آیا مثلا همین حزب الله که من شخصا پشت دستش بازی میکنم و تمام قد ازش حمایت میکنم، آیا ابعاد شر نداره؟ آیا هر کاری که کرده درست بوده؟ اینطوری نیست. خب اگر که ما منتظر بمونیم که یه نیروی مثلا خیری بیاد کاملا خیر باشه که بعد اون وقت بیاد مثلا با اسرائیل مقابله کنه، اون نیرو هیچ وقت نمیاد و از توی این موضع و این نوع تفکر آنارشی میاد بیرون و کنفرانس های قشنگ حقوق بشری. اصلا این مدینه فاضلیه که نمیشه متصور اصلا نمیشه. ببین پارسال من دوحه بودم این موقع ها، یه چند ماه مثلا اسفند ماه، اوایل اسفند ماه یه کنفرانس سالیانه برگزار میشد توی دوحه، کنفرانس سالیانه فلسطین، و دوستان اومدن، یعنی مهمترین پژوهشگرای دنیا در مورد فلسطین اومدن و لکچر دادن. کجا برگزار میشد اون کنفرانس؟ تو هتل شرایتون. این در وضعیتی بود که قحطی اومده بود. هتل شرایتون دوحه که لوکس‌ترین هتل قطره، کنفرانس فلسطین برگزار میشد. بعد مثلا برای ما میز چیده بودن از لابستر و نمیدونم میگو سرو میشد تا چیز. از توی این نوع کنشگری که ما منتظر یه نیروی خیری باشیم که آیا بیاد آیا نیاد، فقط چیز در میاد، فقط آنارشی در میاد و فقط هیچ کاری نکردن و همین کنفرانس های قشنگی که بخوریم و بچاپیم و یعنی فلسطین هم میشه دکون دستگاهی این. و بله ابعاد شری در جمهوری اسلامی وجود داره، ولی اسرائیل شرتر و شرترینه. خب و من
چیزه و اساسش شره. خب من اعتقاد ندارم که اساس و بنیان مثلا جمهوری اسلامی شر باشه. خب حداقل نیروی اشغالگر نیست. خب که بیاد یک کشور مثلا دیگه رو اشغال بکنه و وطن گذار باشه. این از اینکه تظاهرات و حمایت مردمی از فلسطین به چه درد می‌خوره. نگاه کنید، مبارزه ابعاد مختلفی داره، خصوصا وقتی که ما مواجهیم با یک استعمار وطن‌گزین. استعمار وطن‌گزین چیه؟ اونیه که هویت اون انسان فلسطینی رو هم داره اشغال میکنه، به فلافل و سالاد شیرازی هم رحم نمیکنه. خب پس چی؟ پس یکی از ابعاد مبارزه فلسطینیا، خود فلسطینیا، نگه داشتن میراث هویتیشونه. خب و در این زمینه بسیار خوب دارن عمل میکنن خودشون. اینکه تاریخ شفاهیشون رو بتونن حفظ بکنن، صنایع دستیشون رو بتونن حفظ کنن، اینا همه میشه ابعاد مبارزه. درسته؟ یعنی مبارزه بخش مهمیش قبول دارم که با مبارزه نظامی، اصطلاحی هم به عربی وجود داره، المجد للسلاح، بزرگی برای اسلحه است، یا مثلا بزرگی مال کسی که اسلحه دستشه، اما محدود به این نیست. خب از تو این یک میلیتاریسم ترسناکی در میاد که اون وقت میتونه حتی سرکوبای بیشتری درست کنه. انتقادی که مثلا به نوع حمایت رژیم بعث سوریه از فلسطین بود که چیز شده بود، محدود شده بود به همین حمایت‌های خیلی سخت. حتی گروه چپ هم توی بله 70 بله حتی خود صدام نه برای فلسطینی‌ها مثلا تو لبنان کار می‌کردن. و نکته بعدی اینه که حمایت ما مثلا تظاهرات ها و اینا به چه درد میخوره. میخوام راجب ایران صحبت نکنم و راجب بیرون از ایران صحبت بکنم که مقدار ذهنمون از ایران ببریم بیرون که بتونیم یه مواجهه یکم غیر احساسی داشته باشیم. ببینید ما توی یک مبارزه چند وجهی مواجهیم با اسرائیل به عنوان نماینده امپریالیسم آمریکا در منطقه و ادامه دهنده استعمار از قرن 19 تا الان. خب وقتی که با این مسئله مواجهیم، آیا موجودیت اسرائیل صرفا مثلا برای ما خطره؟ نه، اون میلیارد دلاری که آمریکا و ناتو داره میریزه تو شکم اسرائیل، اون خطره. حالا چجوری باید محدود بشه؟ مثل یک سرطانی که پخش شده، اسرائیل داره با شرکتاش با دانشگاه‌های غربی کار میکنن و دانشگاه‌های مهم دنیا کار میکنن. نمیدونم کمک‌های تکنولوژیکی میگیره، کمک‌های نظامی میگیره، ساپلای چینش از غرب میاد. حالا بخشی از مبارزه اون وقت میشه فشار آوردن، یعنی اون ایرلندیه، اون انگلیسیه میگه آقا من زورم به اسرائیل نمیرسه ولی زورم به دانشگاه هم میرسه که با شرکت اسرائیلی کار نکن. میدونی چی میگم؟ داستان مواجهه، یعنی داستان اعتراضات توی دانشگاه‌های غربی این بود که مطالبهشون چی بود؟ مطالبهش این نبود که فلسطین رو آزاد کنید، اون مطالبه کلیشون بود، ولی اون چیزی که از دانشگاه میخواستن که توی کمپس ها، توی پردیس های دانشگاهی اومدن و تحسن کردن، این بود که آقای دانشگاه ارتباطات مشکوک تو با شرکت های اسرائیل قطع کن، که در بسیار از موارد مثلا کالج ترینیتی توی ایرلند موفق شد در نهایت. ببینید چی میگم؟ از این منظر بله، از این منظر تأثیر داره، ضمن اینکه فشار آوردن خب به دولت‌ها در کشور غربی که میگم هزینه میدن، یعنی حامیان فلسطین هزینه شخصی میدن، فشار آوردن به دولت‌هاشون مهمه و انگار که تو بخوای سوی چراغ رو نگه داری، میدونی؟ یعنی که نشون بدی که هنوز نمرده. خب یعنی این قضیه کلاً هنوز نمرده، به عنوان یکی از
مهره‌های در واقع داستان تمام ملت‌های تحت استعمار. این کلیت یک نگاه دیگه هم میشه نسبت به این نگاه داشت. یه جریان سازیه که خب من جریان رو شروع میکنم، حالا شاید برای کشور خودمون خیلی موفق نبوده راهپیمایی اینا، من موافقم تو این حوزه که موفق نبوده. یک جریانی رو من به راه میندازم، خب این جریان رو من شروع کردم، این هزینه کردم حالا هرچی، ولی جریانی که شروع میشه و همین شکلی گسترش پیدا کنه تو کشورهای دیگه، دانشگاه‌ها هم چی این دیگه من دیگه هزینه نمی‌کنم، یک جریانی راه افتاده. یعنی من جریان شاید پشتیبانی کنم و پشت مثلا تبلیغ چیزای دیگه نه، ولی جریان راه افتاده. این به نظرم تو مثلا خود جمهوری اسلامی یک خورده موضوعیت داره، کشورهای دیگه موضوعیت داره، همین راهپیمایی اینا چه تأثیری داره. شاید به اون معنی که خب من اومدم راهپیمایی مثلا راه انداختم یه اعتراضی کردم خیلی شاید تأثیر خاصی نداشته باشه، ولی این مسئله اون جریان سازی است که یک گروهی راه انداخته داره میبره با خودش. این به نظرم نه خیلی تمام کننده گفته، یعنی تکبیر مثلا دهش مثلا بریم برگشتیم دهه 60 دیگه بریم دیگه انشالله که بس همون موقع. خب خیلی چیزا گفته شد. من یک جمله‌ای میگم به دوستانم، اونم اینه که هر نوع مقایسه تطبیقی اسرائیل با هر ظلم دیگری در جهان امروز به شکلی که از وجه شباهت تبدیل به وجه استعاره بشه و تطبیق کامل بده، به نوعی لطف به اسرائیل، یعنی تلطیف کردن اسرائیل. این از وجه همون شر مطلقه است که شما فرمودید. من گمان میکنم معیار مسئله، یعنی یک سنجشیه برای موضوع ما که من صبح پا میشم خودم رو تو آینه نگاه میکنم، به اصطلاح ببینم که اگر قرار ظلم ستیز باشم معیار اصلی مثلا اونه، چون مثلا به اصطلاح مطلق ترینشه، بعد حالا در ابعاد کوچیک‌تر میرسه به کشورهای دیگه، ایران یا حالا جاهای دیگه. از این وجه معیارگونه میشه بهش نگاه کرد. و یک داستان دیگری هم که داره در روایت من اینه که حالا تفاوت این که چرا مثلا ایغورها به اندازه فلسطین احتمالاً بولد نمیشن و حتی برای شخص من کمتر اهمیت پیدا میکنن، مسئله آرمانی فلسطین دیگه، یعنی نه تنها فلسطین ظلمه و نهایت ظلمه، یک نماده اساساً. یعنی شاید من همین الان کار خاصی برای فلسطینم نمیتونم بکنم، همونطوری که برای ایغورها کاری نمیتونم بکنم، ولی نمادم رو میذارم رو فلسطین نه رو ایغورها. و این مسئله اینجوری پیش میاد دیگه، همین دیگه. خب نکته چیزی اضافه و برای جنبندی اگر داریم؟ من میتونم این نکته بگم. نگاه کنید، یک چیزی من فکر میکنم در واقع گم نشد توی بحثمون، خلط شد و مثلا قاطی شد، اونم بحث عرصه حمایت، یعنی عرصه اخلاق و عرصه سیاست بود. اون چیزی که من از سیاست میفهمم اینه که سیاست در عرصه اخلاق لزوما نیست، یعنی توی عرصه سیاست میشه گاهی کنش‌های اخلاقی داشت، اما اینکه آیا باید بر روی بند باریک اخلاق مثلا دولت‌ها حرکت کنن، هیچ دولتی این کار نمی‌کنه. دولت‌ها بر حسب منافعشون وارد داستان‌ها و اینها میشن. اینکه جمهوری اسلامی در واقع جمهوری اسلامیه چون از فلسطین حمایت میکنه که پارسا گفت، این رو شاید در مورد دهه 60 صدق میکرد، اما الان به نظرم صدق نمیکنه. خب الان یک مسئله پیشینی برای ایران وجود داره و این هستش که جمهوری اسلامی از فلسطین حمایت میکند چون بقای او وابسته به این مبارزه است و اگر که تو این مبارزه شکست بخوره مسئله تجزیه به وجود میاد و این داستان ها. خب پس بنابراین من الان فکر نمی کنم که
هویت، یعنی اون چیزی که جمهوری اسلامی داره خودش رو معرفی میکنه، یعنی با خودش رو معرفی میکنه، در واقع سلف آیدنتیفای میکنه. مسئله فلسطین الان در جمهوری اسلامی ورژن 1400ش این نیست. خب کما اینکه خیلی از سیاستمداران ما هم هستن که شبا خواب شیرینشون اینه که یه روزی این دشمنی تموم شه و مثلا این موضوع حالا یه جوری عادی سازی بشه. و قبول هم ندارم که الان ایران حمایت میکند به خاطر اینکه این مسئله اخلاقی است. استیت ایران ها شاید اینا انگیزه بخش باشه برای ایران، خب اما و حتی نیروهایی در ایران باشن که این آرمان رو داشته باشن و این در واقع انگیزه های اخلاقی، انگیزه های اسلامی و اینها رو داشته باشن. اما میگم در لحظه ای منافع ملی ما منطبق شده با همون ارزش های اخلاقی. درسته؟ من در زمینه مصادره آرمان فلسطین به نفع جمهوری اسلامی به شدت به جمهوری اسلامی از این جهت نقد دارم که مسئله فلسطین رو در سالهای خصوصا بعد از 70 یعنی بعد از جنگ به بعد تبدیل کرد به یک مسئله دولتی. خب و این یکی از بزرگترین صدمه هایی بود که آرمان فلسطین در عرصه عمومی توی کشور ما خورد. طوری شد که حمایت از فلسطین شد حمایت از جمهوری اسلامی، در صورتی یعنی انگار که انسان ایرانی غیر از مجرای جمهوری اسلامی هیچ راهی نداره که با مسئله فلسطین نسبت برقرار کنه. این مسئله خطرناکیه، بزرگترین نقدا بهش وارده. جایی که من ازش از جمهوری اسلامی حمایت میکنم همون اون حمایت‌های نظامی و سختیه که داره از گروه‌های مقاومت فلسطینی میکنه و تا وقتی که این کارو میکنه من هستم کنار جمهوری اسلامی در این زمینه. به چه دلیل؟ به دلیلی که تمام اون حرفایی که زدم در موردی که مبارزه چند وجهیه، مبارزه بخش هویتی داره، فلانه، اگر که باروت نباشه اونا اصلا اثر نداره. میدونین چی میگم؟ یعنی اگر مقاومت مسلحانه نباشه تمام این اشکال مقاومت به موزه میپیونده. کما اینکه تو خیلی از ملت‌ها، یه سری ملت‌ها توی استعمار وطن‌گزین نابود شدن، مثالش نیوزیلنده. خب که اون ملت نابود شده، حالا بگی بربر بودن فلان بودن، ملت بودن، یعنی یک در واقع گروه جمعیتی بودن. این رو خلاصه اصل حرفم همین بود و همین. خب بریم سراغ نکات مهم پایانی و حالا البته نکته چیزی نه اوکی. خب از این ور شروع می‌کنیم. نکات پایانی یا یه چیزی مونده از قبلم بگو. یه دور بچرخه یه نفر. نه خودت باش. شما من دقیقا درجم بعد این بزرگترین اشتباه جمهوری اسلامی بازنمایی فرهنگی و اجتماعی از تمام اون اهدافیه که داره. فقط هم فلسطین نه، اهداف دیگه مثلا خیلی بد اومده، مثلا هویت ایرانی اسلامی زن رو تعریف و بازنمایی کرده. این نمونه داخلیش رو گفتم. از اون طرف هم خیلی بد اومده ماجرای فلسطین رو بازنمایی کرده و تبلیغ کرده و این بزرگترین اشتباه جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی برای فلسطین به نظر من هیچ کاری نکرده جز همون بخش نظامی ولی میتونست کارهای مختلفی رو انجام بده. ما اولین اشغال سفارتی که داریم توی جمهوری اسلامی اشغال سفارت اسرائیل و اینو خیلی ها نمیدونه، هیچ کس نمیدونه تقریبا، که خود مردم چند روز بعد از این که اصلا انقلاب میشه، فکرم 26 بهمن یا 27 بهمن که یاسر عرفات اومده ایران به عنوان اولین رهبر سیاسی دنیا وارد ایران شده بعد از انقلاب و بهش گفتن چرا اومدی؟ گفته شد بدون اجازه اومده. یعنی هواپیماش اومده بالای آسمون ایران، گفتن تو کی، چی، کجایی، چی؟ بعد پرسیدن چرا ازش اجازه نگرفتی وارد خاک بشی؟
گفتم مگه آدم برای ورود به خاک خونش هم نیاز به اجازه داره؟ یعنی انقدر رابطه عمیقی نسبت به این قضیه نداشت و مردم ما هم در اون زمان همینطور که رابطه مستقیمی خودشون توی یک ارتباط رفت و برگشتی میدیدن با انقلاب ملت فلسطین که میان اولین بار مثلا سفارت اسرائیل رو اشغال میکنن و تبدیلش میکنن به سفارت فلسطینی که الان تبدیل شده به موزه و هیچ صدایی از این سفارت فلسطینی جز اینکه یه خیابون بنا میشه چند تا پرچم حماس و پرچم فلسطین سر درش نصب شده ما دیگه هیچی ازش نمیدونیم و این بزرگترین اشتباه جمهوری اسلامیه که همه چیز رو کرده، همه کارها با کاره. و من یه متنی 2 سال پیش 3 سال پیش نوشتم که شمردم مثلا یک جمعیتی رو مثلا 100 نفر اینا تعداد پرچم‌های ایران مثلا 5 یا 6 تا پرچم فلسطین دیدم تو اون جمع و بقیه‌اش همه پرچم ایران بود. مثلا 30-40 تا پرچم ایران. تو روز قدس؟ نه توی راهپیمایی در حمایت از فلسطین، مداحیایی که می‌داشتن همش امام حسین و اینا. و این بازنمایی فقط برای مثلا امثال من حالا باز طیف‌بندی میشه کردش. برای مذهبی‌ها این بازنمایی باز اشتباهه. مذهبی‌ها فکر می‌کنن که توی غزه فقط مثلا سلفی‌ها و ناصبی‌ها و اینا. نه اینا هم باز طیف‌بندی دارن. اگر مثلا یک فلسطینی یک چیزی ضد ایران میگه اون یه طیف فکری خاصی داره، اگر یکی حمایت کنه اون یه طیف فکری داره. و ما همه چیز رو بد بازنمایی کردیم. یعنی اینکه ما اصلا میشینیم با هم دعوا میکنیم به نظرم سریع موضوعات خنده‌دار سر اینکه بازنمایی جمهوری اسلامی بد بوده و انگاره بد کاشته توی ذهن همه. یادم سر حالا یادت نره جنگ سیف القدس بود اگه اشتباه نکنم 2022 2021 تمام منطقه بسیج شده بودن برای اینکه تو خیابونای ترکیه میدیدید آدم بود، قطر آدم بود، همه جا آدم بود. ایران بعد از 1 هفته تازه یادش اومد که شمع روشن کنیم میدونم امام حسین بریم جمع شیم شعار بدیم. مثلا این وضعیت عجیب دیگه گذاشتن همزمان شد با روز قدس راه بدیم دیگه جمعش. این شکافی که بین ملت دولت نکته چیزی مونده بود یا نه؟ هم در این شکافی که بین ملت دولت اتفاق افتاده یعنی چی؟ یعنی ما هر جا دولت میاد روی یک مبحثی شیفت میکنه متمرکز میشه مردم اون مبحث رو خیلی پس میزنن به شدت خیلی بدی هم هست. بخشی هم که نمیدونم حالا به چه دلیلی من نشستم بررسی بکنم پژوهشگرش هم نیستم دور کرد جمهوری اسلامی مردم رو از سیاست به نظر یعنی یک جورایی ضد خودش عمل کرد. خیلی گزاره مهم و درستیه ولی الان واقعا وقتش نیست. من پژوهشگرش نیستم بررسی نکردم اما اینو خودم به جورایی اصلا میتونه موضوع ولی این گزاره واقعا اصلا یه میزگرد 100% سیاست زدایی که از دهه 70 خصوصا بعد از سال 88 اتفاق افتاد. ولی واقعا کاملا درست. جمع‌بندی دیگه نهایی شد که 2-3 جمله تهش این بود. انقدر این مسیر رو ادامه داد که دانشجو هیچ یا مردم عادی هیچ سنسی نسبت به هیچ مسئله سیاسی رو اونجوری اقتصادی رو مردم خیلی میفهمن اما سیاسی رو نه. اینکه چه لزومی داره ما بریم سوریه. 7 اکتبر رخ داد طوفان الاقصی و یه پرچم فلسطین تو دانشگاه ما نبود. خیلی عجیب بود. یعنی من گفتم برید پرچم فلسطین بیارید دارید اینجا کارهای مختلف میکنید. بفرمایید. من بگم؟ آره حالا شما بفرمایید هر کی میخواد بگم فرق این صحبت من بود که گفتم جمع‌بندی پایانی هم بود. خب بفرمایید. خب من برای جمع‌بندی اگه بخوام بگم اینه که چیزی که من دارم توی ایران میبینم و به خصوص توی مثلا جامعه دانشگاهی اینه که انگار یعنی این چیزی که برای من بازنمودش برای من اینطوریه و نمیدونم چقدر مطابق با واقع است اینه که با حمایت از فلسطین انگار که این حمایت یه جمله بعدیمو بی‌سنخیت بهش داشته باشه انگار که با حمایت از فلسطین داره
ضد فلسطین. نه این که از این موجی که اشتباهات جمهوری اسلامی مشروعیت بهش داده میشه، این که از فلسطین حمایت میکنن، انگار که مثلا یه پای حکومت جمهوری اسلامی روی گلوی مردمشه. میدونید چی میگم؟ وقتی این حمایته، چون حالا توی جامعه دانشگاهی خیلی این چیز داره، بازنمود داره، اینه که یه تجمعی مثلا اگه چیز باشه، یه تجمعی برای حمایت از فلسطین باشه، کسی هیچ کاری بهش نداره. میدونید میخوام چی بگم؟ میخوام بگم که انگار که حتی همین حمایت مردم ایران از فلسطین بین خود مردم ایران باز شکاف ایجاد میکنه، بین مردم ایران دو دستگی ایجاد میکنه. چرا؟ به این خاطر که هر کی که طرفدار فلسطینه پس طرفدار جمهوری اسلامی، پس من از فلسطین حمایت نمیکنم که مخالفتم رو با جمهوری اسلامی ابراز کنم. و من خودم حتی اگه طرفدار از نظر اخلاقی باز هم طرفدار جمهوری اسلامی باشم، توی این تجمع شرکت نمی کنم. چرا؟ چون به جمهوری اسلامی مشروعیت میده و فکر می کنم که با این حمایت ها انگار که باز داره به اون جامعه ایرانیه که معترضه و منتقده، باز اون داره انکار میشه، اون داره پس زده میشه. و به خاطر همین من توی این نقطه از ایران امروز خودم رو موظف نمیدونم که توی این دایره حامیان فلسطین ایرانی قرار بگیرم، چون حس میکنم که اگه این کار رو بکنم به اون آرمانهای خودم پشت کردم، به اون عقاید سیاسی خودم، به اون موضع سیاسی خودم که بازم جمعیت کثیری هم تو اون طیف قرار دارن، به اونها پشت کردم. من بگم آره دیگه آخریش بفهمید. خب من جنبندیمو میبرم سمت جنبندی شما و میگم که یعنی من نقدای خودمو به مواجهه دولتی و حاکمیتی و مصادره قضیه فلسطین توسط جمهوری اسلامی نقدا مطرح کردم. نقدا خیلی تندتری هم دارم که میذارمش برای مجالهای دیگه، اما اینجا درباره بحث شما میخوام به طبقه روشنفکر اخته و بی مصرف ایرانی هم واقعا نقدم و مطرح بکنم که شما مگه نمیگید جمهوری اسلامی بده، شر مطلقه فلان، انقدر یعنی بیورزید و اگر ما یعنی باید بره، بعد شما انقدر بیورزید که یه دیسکورس مستقل حمایت از فلسطین نتونستین بسازین. خب یعنی روشنفکر ایرانی و اون طبقه روشنفکر ایرانی برای من بی‌اعتبار بود و بعد از 7 اکتبر بی‌اعتبارتر شد، به این معنا که هیچ کاری نکرد. خب و دیگه مثلا جودیت باتلر رو نمیدونم تمام مثلا چپ اروپا و اینا برای فلسطین موضع گرفتن و هیچ صدا از فیلسوفان آقای در نیومد. خب یعنی شرم‌آوره. میدونی چی میگم؟ لحظه‌ایه که یعنی لحظه نسل کشی غزه لحظه محک اخلاقی برای همه ما بود، سوای این که اصلا جمهوری اسلامی داره چی کار میکنه. مثال بعدی رو زدیم، کسیه که فقط سیر اتفاقای زندگی طرف 6 ماه افسرده، فکر کنیم مثلا تو خونه بمونه، من نمیدونستم، این نقل نزدیک میگم 6 ماه تو خونه زندگی کنه فقط نه به خاطر فضای سیاسی که داشته. بعد خب معلومه این شخص خیلی مثلا نسبت به مسائلی که مثلا شاید یه جایی فکر کنه مثلا حاکمیت مطرح کرده خیلی نگاهی نداشته باشه، یعنی میگم اتفاقا عادی من بگیرید، اتفاقا مثلا این مثال جای مناقشه نیست. ببین آخه این به هیچ وجه باعث مشروعیت نظر ندادنش نمیشه، یعنی همونطور که یعنی هیچ کدوم از شهروندان ایران اگر به علت ناراحتی از جمهوری اسلامی اصلا حق ندارن طرفدار اسرائیل باشن. من نمیدونم این چرا آدم‌ها رو قبول دارم، آدم‌ها رو باید در کانتکست خودشون دیدن، ولی روشنفکر خیر سرش خب
میگه من خارج از کانتکست خودم، خارج از منافع خودم میخوام یک نگاه بالاتری داشته باشم. روشنفکر ادعاش اینه و در اخلاقی ترین مبحث روز جهان سکوت میکنه. اصلا بحثم آقای نیست، کلن دارم میگم. مسئله اینه که طبقه روشنفکر یه عمر زده تو سر جامعه ایرانی که من میخوام این خلق خام را جهان گرد آورم و نشان بدم که حقیقتشان کدام است. خب و در اخلاقی ترین لحظه تاریخ هیچ کاری نمیکنه. خب که مبادا جمهوری اسلامی اینو مصادره کنه و این شرم‌آوره، نمیشه ازش ساده گذشت. اگر که طبقه روشنفکر نمیدونم چه به سرش اومده، یعنی از شر بودگی جمهوری اسلامی هی حرف میزنه و میگه که من میخوام یه نیروی جمع کنم که مقابله بکنم و حتی نمیتونه یه نیروی جمع بکنه در مقابل دیسکورس مثلا یه فلسطینی که جمهوری اسلامی داره مطرح میکنه، یعنی نمیتونه یک مثلا چیز مستقل تشکیل بده. این واقعا خطرناکه برای اصلا آینده ایران که خب جامعه، یعنی جامعه مدرن به روشنفکر هم نیاز داره و این روشنفکر انقدر بی مصرف، انقدر بی مسئولیت و انقدر به درد نخور برای آینده ایران هم خطرناکه. چرا مثلا این فیلسوف نمیگم همه فیلسوفا، چرا یک فیلسوف مثلا موضع بگیره در لحظه، در نگاه کنید، در اخلاقی ترین لحظه تاریخ ما به عنوان روشنفکر تو باید موضع بگیری. تو بقال سر کوچه نیستی، تو خیر سرت عمری از رسالت خودت در آگاهی دادن نمیدونم همون هست. آقا مثلا دانشگاه تهران مثلا اگه اشتباه نکنم نمیشناسم. مسئله اینه که من در تمام مدت دارم موضع میگیرم و سر این یه موضوع نمیگیرم. این موضع نگرفتن است که مهمه، یعنی موضع گرفت. ما نمیخوایم تو موضع بگیری که مسئله اینه که من همواره دارم به جامعه هدفم میگم که من یک روشنفکری هستم که اومدم موضع بگیرم نسبت به همه چیز یک موضعی دارم و سر یک جایی من خاموش شدم. در نظر بگیر خاموش شدم سر هر مسئله میره دنبال اون عدالت خواستن، اون دادخواهی برای اون مظلومه. بزرگترین کنش عدالت خواهی که میتونه انجام بده فلسطینه، چون بزرگترین حقی که خورده شده باز فلسطینه، ولی سر اون هیچی نمیگه. عدالت خواهای زیادی داریم. مثلا من خودم هم وقتی وارد عرصه مستند شدم از سر عدالت خواهی وارد مستند شدم. مستند رو ساختم، تدوینگر مستند بودم راجع به بحث زمینخواری توی یه شهر خیلی مثلا مهم و اینا. خیلی هم ابعاد قانونی داره اگه بخوام بگم، حتی مثلا چه ماجرایی بود. مستند ساختیم راجع به بحث عدم عدالت آموزشی در آموزش و پرورش. مستندهای دیگه تولید کردیم و در آخر سال خودم رسیدم که آقا من باید یک کاری راجع به فلسطین انجام بدم و این شد که من وارد عرصه فلسطین شدم، چون بزرگترین مسئله عدالت‌خواهی کل دنیاست. یعنی هیچ شخصی که کنش سیاسی داره نمیتونه از این بزرگترین مسئله کلان مسئله خودش رو دور ببینه، مگر اینکه یک حالا قصد و غرضی داشته باشه یا یک جایی چیزی باشه، یه تفکری داشته باشه. خب این حرفم صحیح، ولی اینکه بگیم این شخص نسبت به این قضیه موضوع نگرفت پس این فیلسوفیش مثلا چه شد مثلا نه این فیلسوفیش هیچ چی نشد، بی مصرفه. فقط من نمیگم بی مصرف، چرا بی مصرف حساب کار نمیکنه تو این حوزه واقعا پیش جبهه‌گیری نداره. چرا بگیم کار نمیکنه؟ طرف تو حوزه‌های دیگه کارکرد داره. این شکلی هم انقدر نفر اول بشه نه این اشتباه. همین که نظرش رو نسبت به این حالا اینجوری هم که درسته. خب بالاخره طرف فیلسوفیه و کارشو میکنه و طبیعیه این موضوع، ولی من به نظرم تمام صحبت‌های من تمام سابقه یک آدمی رو ببرم زیر سوال، ولی میگم که در کارنامه یک روشنفکر این سکوت لکه ننگه. کما اینکه اون یارو روانشناسه کیه همه اینجا تو ایران دوستش دارن؟ همون. خب اون مطالبی داره که یعنی بعضی مثلا
مواضعش توی مثلا روانشناسی فردی و اینا قابل مراجعه است، ولی به عنوان یک شخصیت فیل کرده. یورگن هابرماس گند زده خب با حمایتش از چیز، با حمایتش از نسل کشی. خب و بله یورگن هابرماس رو ما به عنوان شخصیت مهم تو تاریخ علوم اجتماعی میخونیم، به عنوان یکی از مهمترین جامعه شناسای زنده دنیا مطالعهش میکنیم، ولی گند زده. ولی نه به عنوان یک جریان روشنفکری دیگه. من اینجا واقعا شده این وای میگم اعتبار نیافتاده شخص، میگم تو این حوزه حالا مثلا جزئی مثلا فلسطین نظرش این است. ببین پس فردا پس فردا این شکلی است. پس ببین من ببخشید عذرخواهی میکنم، در مسائل جزئی دیگر هم نظر فلان شخصی که این کارو نکرده موضعی نگرفته معتبره، ما کاری نداریم. نه موضوع اینه که ولی جریان روشنفکری که میخواد نمایندگیش کنه دیگه معتبر نیست. یعنی مثلا یک نفر رو بذار کنار، ما داریم از جریان صحبت میکنیم، یعنی دیگه به این اسمش رو نمیشه گذاشت یک روشنفکر متحول کننده یا حالا از چیز اینجوری. میدونی ببینید نگاه کن، اصلا یارو دکارت باشه مثلا خب، ولی جریان رو نمیتونه حفظ کنه. ببین اصلا من با ایران کار ندارم. یورگن هابرماس که اومده از نسل کشی حمایت کرده، پس فردا اگر بیاد در انتقاد از نئونازیسم در مثلا آلمان حرف بزنه، با پشت دست همه میزنن تو دهنش، میگن که تو در برابر فاشیسم مجسم سکوت کردی و شستیش. خب همین، یعنی تو دیگه صلاحیت صحبت کردن از نمیدونم حقوق بشر و اینا نداری، کما اینکه یک عالمه از این نهادهای حقوق بشری آمریکایی که سکوت کردن یا مواضع نمیخوام بگم صورتی، مواضع اخته و بی مصرف گرفتن، مواضع صریح نگرفتن، پیش چشم جهانیان بی اعتبار شدن. این دقیقاً همون لحظه، یعنی مثلا میگم فلسطین تعیین کننده است، به خاطر اینکه اینکه هر کسی چجوری نسبت برقرار میکنه با این مسئله مهمه که ما بعداً بتونیم چجوری خط سیرش رو دنبال کنیم. و یه چیزی میتونم بگم. یه چیزی هست این که ما میایم معیار میذاریم که هر کی از فلسطین دفاع کرد شرافتمنده، هر کی دفاع نکرد پس بیشرف و فلان و اینها. من میگم میتونیم یک انسانی رو متصور شیم کما اینکه هستند که انسان خوبی هم هستن، حالا خوب تعریف متفاوتی داره، نه از فلسطین دفاع میکنه نه از اسرائیل دفاع میکنه. میدونید چی میگم؟ میخوام بگم کاملا بی‌طرفه، ولی من نمیتونم با آگاهی کامل نسبت به موضوع ما این رو هم فرض میکنیم که با آگاهی کامل که اصلا حق رو هم اصلا میگم به فلسطین بده. خب نه موضوع اینه که با آگاهی کامل نسبت به موضوعی نمیگیره راجع به این که حق با فلسطین یا اسرائیل. اصلا میگم که یک انسانی باشه که بگه آره میدونه که فلسطین مظلومه، میدونه چی میگم، اسرائیل هم ظالمه. خب همین موضوع دیگه این خودش آره ولی نه طرفداری میکنه از فلسطین. آره میدونه. من خودم مثلا میگم خودم من میدونم که حق با فلسطین، اسرائیل هم شر و همه اینها رو میدونم، ولی نمیخوام موضع بگیرم، نمیخوام بگم که طرفدار فلسطینم، نمیخوام بگم که مخالف اسرائیلم. میدونید چی میگم؟ یعنی خب نه همین که شما در خودتون به این نتیجه رسیدید که این داره ظلم میکنه داره نمیکنه، همین به نظرم به عنوان معیار شرافت کافیه. خب اما شما وظیفه موضع گیری ندارید، شما یک دانشجوی فلسفه هستید. خب من وظیفه ندارم، من خودم شخصا 2-3 سال اصلا وظیفه اینو ندارم کسی رو قانع کنم که حق با کیه. خب و میگم اگر کسی میخواد سوالی هم بپرسه من جواب نظر شخصی خودم رو میدم. خب ولی روشنفکر وظیفه داره که موضع بگیره. خب خیلی عالی، لطف کردید همه دوستان، متشکرم، وقتونم گرفتیم. انشالله از مجله استفاده کنید و ما رو دنبال کنید دیگه از این حرفا اینطوری. متشکرم. سابسکرایب بفرمایید، لایک و کامنت و فالو.